بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که بار دیگر این فرصت را میسر کرد تا با برنامه آن روی سکه در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای که در آن جدیدترین کلیپ های شبکه جهانی وصال حق تقدیم حضور شما عزیزان میشه و به شما این مجال رو میدیم که در مورد این کلیپ ها اظهار نظر بکنید و چه موافق چه مخالف میتونن که به این برنامه زنگ بزنن. اگر شبهاتی دارن و یا سوالاتی دارن در مورد کلیپ ها و مسائلی که مطرح میشه در برنامه، انشاءالله ما در خدمت شما عزیزان هستیم. اولین کلیپی که در این برنامه شاهد آن خواهیم بود انشاءالله کلیپ شماره 476 هست، آخوند رافضی و دولت صفوی. این یک حقیقتی است که قبل از به میان آمدن دولت صفوی ایران کشوری بود که اکثریت در آن اهل سنت زندگی می کردند و بارها ما در این برنامه و در دیگر برنامه‌های شبکه اینو گفتیم که صفویان و روافض عموما در تاریخ همیشه مانند خنجری بودند که از پشت به اسلام حمله می‌کردند. هر موقعی که می‌بینیم فتوحات اسلامی به اروپا و به اقصا نقاط دنیا نزدیک میشه، دولت‌های صفوی یا به همون روش صفویای ایران اما به نام‌های دیگر در گوشه و کنار دنیا تأسیس می‌کردند و هدف کلی اینا این بود که از پیشروی و فتوحات اسلامی جلوگیری بکنن و طبعا این اعمال و این دولت‌هایی که تشکیل می‌شد بنابر اوامر و همون دسیسه‌ای بود که یهود از صدر اسلام تا امروز و تا قیامت بر علیه اسلام داشتند و دارند و خواهند داشت. صفویت هم بعد از اینکه دولت عثمانی به فتوحات در اروپای شرقی می-پرداخت در ایران دست و پا گرفتند و بارها در هنگامی که لشکر عثمانی در جبهات جهاد علیه کفار و یهود و نصارا مشغول بودند، اینا از مرزهای جهت ایران به دولت اسلامی حمله می‌کردند و سعی می‌کردند که از این فتوحات و از این پیروزی‌ها جلوگیری بکنند. این کلیپ رو با هم می‌بینیم که اشاره خیلی کوتاهی هست در مورد آخوندهای رافضی و دولت صفویت و اگر به یاد داشته باشید در این شبکه سلسله برنامه‌هایی در مورد صفویت توسط استاد محمد باقر سجودی تقدیم حضورتان شد که گوشه ای از جنایت ها و خیانت ها و دشمنی هایی رو که صفویت بر علیه اسلام انجام داده بودند برملا کرد. با هم کلیپ شماره 476 رو میبینیم و دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آخوند رافضی و دولت صفویت. حالا کار نداریم بعضی از سلاطین صفویه با اینکه ابتدای کارشون انسانهای متدینی جلوه دادن خودشونو و جلوه کرد کاراشون و چه بسا واقعا متدین و بعد مقداری در کارهاشون نوسان ایجاد شد و گرفتار بعضی از انحرافات اخلاقی شدن، ولی در این حال باز تاریخ ثابت میکند تا علامه مجلسی زنده بود رضوان الله علیه امنیت حاکم بود بر کشور ایران. تا ایشون زنده بود هرج و مرجی پیش نیامده بود. این آخوند بیچاره
از گفتن واقعیت‌ها و حقایق تاریخی در مورد سلاطین بدنام، بیدین، خونخوار و سفاک صفوی دچار شک و تردید است. وی نمی‌تواند حقایق را چنان که است بازگو نماید. از یک سو سعی دارد خدمات صفویان به مذهب رافضه را نادیده نگیرد و آن را تدین می‌نامد و از سوی دیگر می‌خواهد چهره سیاه و منحوس مجلسی را که در جرم و جنایت با دولتداران صفوی بر مردم ایران شریک بوده سفید جلوه دهد. اما تاریخ آن روزهای سیاه و ننگین را هرگز فراموش نمی کند و نخواهد کرد. بیایید تدین شاهان صفوی و علمای هم عصرشان که مجلسی یکی از آنهاست را از زیر نظر بگذرانیم. صفویه و علمای صفوی بدعت‌های بسیاری در دین نهادند که بعضی از آن بدعت‌ها تا به امروز رایج است، مانند تعزیه خوانی و غمزنی و شهادت ثالثه در اذان، و بعضی بدعت‌ها از بین رفته‌اند. یکی از این بدعت‌ها که از بین رفته سجده بر شاهان است، اما در واقع این بدعت کفری تا به حال از بین نرفته، بلکه سجده کنندگان قبلهشان را تغییر داده‌اند. اگر قبله دیروزشان شاهان صفوی بود، ولی قبله امروزیشان قبرهای ائمه و امامزادگان است و چه بسا آیت الله ها و آخوندها را می‌بینیم که در مقابل قبرها سر به سجده می‌گذارند. این عمل نه تنها بدعت بلکه شرک اکبر است و با روح اسلام و مسلمانی کاملا در تضاد است. اما خواهیم دید که در عصر صفویه این عمل مرسوم بوده و علما به حلیت آن فتوا می‌دادند و عوام و خواص شیعه به آن عمل می‌کردند. ابتدا باید دانست که قزلباش‌ها شاهان صفوی را موجودی نیمه خدایی می‌دانستند و شاهان صفوی نیز از این موضوع استفاده کرده و خود را خدا معرفی می‌کردند. چنانکه شاه اسماعیل در یکی از اشعار ترکیش می‌سراید: مفهوم تقریبی انا الله انا الله انا الله، بیا ای کور گم کرده راه، ببین حق منم آن ذات مطلق که کنند یاد. محمود حکیمی میگوید بزرگترین ضربه دیگری که طرفداران شاه اسماعیل بر مبنای عقیدتی بسیاری از شیعیان وارد آوردند تلقین این اندیشه بود که روح الله در او حلول کرده است. البته پرستش شاه در عصر صفویه در پرستش شاه اسماعیل محدود نمیشد. دیگر پادشاهان سلسله صفویه مخصوصاً شاه سلیمان مردم را به ستایش خویش دعوت می‌کردند. سخن در این باب بسیار است که البته این مجال محل این مقال نیست. علمای شیعه و سجده بر شاهان صفوی. بنا به قول شیعیان بزرگترین فقیه مذهب شیعه محقق ثانی یا همان محقق کرکی است. وی به دعوت شاه طهماسپ صفوی از جبل عامل لبنان به ایران آمد و صاحب بالاترین مقام مذهبی در ایران شد. وی از کسانی است که جواز سجده بر شاهان صفوی می‌داده و آن را توجیه می‌کرده است. میرزا مخدوم شیرازی سخن از فتوای محقق کرکی بر جواز سجده بر شاهان دارد، چنانکه حجت الاسلام رسول جعفریان می‌نویسد: میرزا مخدوم به فتوای محقق کرکی در مورد تجویز سجود برای شاه اسماعیل اشاره کرده و گفته است که این یک عادت برای ایرانیان شده که در برابر شاه سجده می کنند. نکته حائز اهمیت آن است که این علما علاوه بر توجیه سجده بر شاهان خودشان نیز شاهان را سجده می کردند، با این توضیح که الف
در مراسم تاجگذاری تمام حضار سر به سجود می نهادند که بنابر رسم جاری علمای شیعه نیز در این مراسم حضور داشتند. ب. شخص به دربار وارد شده در اولین حرکت می بایست سر به سجود بگذارد و علمای شیعه از کسانی بودند که زیاد به دربار رفت و آمد داشتند، فلهذا زیاد سجده می کردند و الله بهتر می داند که ملا مجلسی به شاهان صفوی چقدر سجده نموده. برای اینکه سخن خود را مستند کرده باشیم، شاهدی از علمای شیعه همان عصر را می آوریم که این شاهد عارف و شاعر و عالم شیعی شیخ بهایی است. او در ابیاتی سجده علما بر شاهان را نکوهش نموده، آن را شرک می داند. وی می سراید: حیف باشد از تو ای صاحب سلوک، که این همه نازی به تعظیم ملوک. قرب شاهان آفت جان تو شد، پایبند راه ایمان تو شد. جرعه‌ای از نهر قرآن نوش کن، آیه لا ترکنوا را گوش کن. لذت تخصیص او وقت خطاب، آن کند که ناید از 100 خم شراب. هر زمان که شاه گوید شیخنا، شیخنا مدهوش گردد زین ندا. مست و مدهوش از خطاب شه شود، هر دمی در پیش شه سجده رود. می پرستد گویا او شاه را، هیچ نارد یاد آن الله را. الله الله این چه اسلام است و دین، شرک باشد این به رب العالمین. بله بینندگان عزیز و گرامی، اینم کلیپ آخوند رافضی و دولت صفوی بود که با هم دیدیم و حاوی اطلاعات خیلی مهمی بود در مورد حقیقت علمای رافضی در دوران صفویت. دوستان عزیز بیننده، کلیپ بعدی که خدمت شما عزیزان تقدیم می‌کنیم کلیپ شماره 485 هست. مقام علی رضی الله تعالی عنه در نزد شیعیان بالاتر از الله متعال است. البته نه همه شیعیان، منظور ما شیعیان رافضی هست که به سوی غلو و افراط رفتن. ما وقتی گاهی اوقات میگیم شیعیان، شاید بعضی از بینندگان عزیزی که شیعه هستند و قائل به این اعتقادات باطل و گمراه کن نیستن ناراحت بشن. حق دارن، چون متاسفانه امروز نمایندگی شیعیان را آخوندهای رافضی و دین فروش به عهده گرفتن. اونا هستن که امروز به نام شما سخن میگن، اونا هستن که از طرف شما فتوا صادر میکنن، اونا هستن که به زور خودشون رو سخنگوی شما قرار دادن. با همین کلیپ رو میبینیم و از این کفریات و شرکیات به الله سبحانه و تعالی پناه میبریم. مقام علی رضی الله عنه در نزد شیعه بالاتر از الله جل جلاله است. علی سماوی میگوید هر کس با الله جل جلاله دشمنی ورزد و علی را دوست بدارد، به راستی که الله را دوست داشته است. علي هو ذلك المعنى الذي حير العالمين قدم الأزل وبعد الأمد. علي ذلك المعنى الذي قال عنه علي نفسه. خل أفاجئك، هل أسمع قول من أمير المؤمنين قال علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا المعنى الذي لا ينطبق علي اسم. أي صفة تحيط بمن لا يقبل. بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید. أو في السورة الثالثة
يكرر المعنى: وعزتي وجلالي من أبغض علي وأحبني فقد بغض. من أحبني وأبغض علي فقد بغضني، ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني، ومن أحب علي وبغضني فقد أحبني. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. و دسته‌ای از مردم هستند که همتایانی برای الله میگیرند و آنها را مانند الله دوست می‌دارند و آنان که ایمان دارند الله را بیشتر و سخت‌تر دوست دارند. و اگر کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند دریابند که همه قدرت از آن الله است و الله سخت کیفر است. بیننده گرامی، اهل سنت معتقدند محبت الله و صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جمله امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه لازم و ملزوم همدیگر هستند و هیچگاه از هم جدا نمی شوند. ولی این آخوندان رافضی معتقدند که محبت الله و محبت علی دو چیز جداگانه هستند که نه تنها ارتباطی با هم ندارند بلکه مقام محبت علی بالاتر از محبت الله عزوجل می باشد. و یک سخن جعلی نسبت به الله عزوجل می دهند که فرموده است: کسی که علی را دوست بدارد و از من بدش بیاید مرا دوست داشته است. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هیچ کس ستمکارتر از کسی نیست که بر الله دروغ می‌بندد تا مردم را بدون دلیل و آگاهی گمراه نماید. همانا الله ستمکاران را هدایت نمی کند. آیا امکان دارد کسی علی را دوست داشته باشد و از پروردگار علی بدش بیاید؟ مگر اینکه مدعیان دروغین محبت علی امثال این آخوند جاهل باشند که بویی از محبت الهی نبرده اند. این آخوند به دروغ میگوید این روایت در تورات آمده است. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید. ما از این آخوند دروغگو میخواهیم این روایت تورات را به همه نشان دهد و در ضمن صفت محیط بودن الهی را از روی جهالت به علی رضی الله عنه نسبت میدهد. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. و الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و روز قیامت سراسر زمین یک بار در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده می شود. او پاک و منزه است و از آنچه شریک وی می گردانند برتر است.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. بگو اگر واقعا راست میگید که شما الله سبحانه و تعالی را دوست دارید، از من یعنی از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید. هیچ وقت نگفت الله سبحانه و تعالی که ای محمد، ای فرستاده من، ما همه متفق هستیم شیعه و سنی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقام و منزلتشان از علی و از همه اهل بیت و از همه انبیا بالاتر است. نگفت که ای محمد به بندگان من بگو که اگر تو رو دوست داشته باشن و به من بغض بورزن، به من کفر و شرک بورزن، مشکلی نیست، من اونا رو میبخشم به خاطر محبتشان به پیامبرم، به خاطر محبتشان به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پس چگونه امکان دارد که الله سبحانه و تعالی کسی رو که به الله بغض بورزه؟ اصلا چطور میشه تصور کرد؟ ما در دنیا غیر از طبقه خیلی محدودی از ملحدین که به هیچ خدایی ایمان ندارن، هیچ انسان دیگری رو پیدا نمی کنیم که به الله سبحانه و تعالی محبت نداشته باشه، الله سبحانه و تعالی رو دوست نداشته باشه. حالا فرق میکنه این تصویر ذهنی که از الله سبحانه و تعالی در اذهان ملت ها و امت های مختلف وجود داره. با همه اینها اونها به ذات الله سبحانه و تعالی محبت می‌ورزن و الله سبحانه و تعالی را دوست دارن. اما برای فریب دادن و برای تحریک احساسات شیعیان، این آخوند رافضی میاد میگه که اگر کسی به الله بغض داشته باشه و محبت علی رو داشته باشه، الله سبحانه و تعالی اون رو دوست می‌داره. والله بالله که علی از همه بنده ها بعد از انبیا علیهم السلام الله سبحانه و تعالی را دوست داشت و به الله سبحانه و تعالی محبت داشت. به خاطر دین الله سبحانه و تعالی حاضر بود که جان خودش رو فدا بکنه و میبینیم که در آخر در راه همین دین، در راه محبت الله، پیروی از الله و رسولش، جان شیرین خودش رو فدا کرد. امام حسین رو میبینیم که به خاطر همین دین، به خاطر زنده کردن اسلام خودش و اهل بیتش رو فدا کرد. اما این آخوندهای رافضی که امروز اینا سکاندار به اصطلاح تشیع شدن، مدعیان دروغین اهل بیت هستن، با این خزعبلات و با این دروغها میخواهند مردم رو بفریبند. کلیپ دیگری داریم از آخوند قزوینی و یوتیوب. حالا یک تفریحی میشه برای برنامه. کلیپ شماره 500 رو دوستان عزیزمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این کلیپ رو پخش بکنن و بعد از این کلیپ انشالله با شما عزیزان همراه خواهیم شد و صدای گرم شما بزرگواران رو خواهیم شنید. راه‌های ارتباطی با برنامه، شماره تلفن برنامه است که زیرنویس خواهد شد. همچنین از طریق ایمیل live@vesalfa.tv هم میتونید پیام بفرستید. انشالله ایمیلاتون رو در برنامه تا حد امکان میخونیم. و همچنین امشب برای تجربه هم که شده میخوایم اسکایپ رو تجربه بکنیم در این برنامه. دوستانی که میخوان با صدا و تصویر صحبت بکنن، آدرس اسکایپ برنامه رو هم برادران عزیزمون در اتاق فرمان انشاءالله زیرنویس خواهند کرد، اما بعد از آیت الله قزوینی و یوتیوب. آخوند قزوینی و یوتیوب. و این آقایان هم انتظار بود از این سایت هایی که مخصوصا اولین بار از کجا مطرح شد، حتی به قول بعضی از سایت ها مثل بالاترین، برای شما عرض کنم یوتیوب و غیری، که مال اربابان این شیاطینه. بیانیه این آقایون رو اولین بار من در سایت یوتیوب دیدم گذاشته بود، بعد سایت های خودشون. حالا عجیبه، هم موضوع رو سایت یوتیوب و سایت بالاترین گذاشته بود و هم دفاعیش رو. معلومه که اینا دنبال فتنه انگیزی هستن. بله. 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 20 سال 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 20 س
جناب آخوند قزوینی، آیا شما به عنوان مدیر یک کانال ماهواره‌ای نمی‌دانید که سایت یوتیوب و سایت بالاترین شبکه‌های اجتماعی هستند که وابسته به هیچ فکری نمی‌باشند و هر شخصی می‌تواند مطالب خود را در آن به اشتراک بگذارد؟ و یا اینکه بینندگان خود را احمق فرض کرده اید؟ شما که این سایت ها را از ارباب‌های شیاطین می‌دانید، پس چرا ویدیوی برنامه‌های خودتان را در یوتیوب نشر می‌کنید؟ آیا شما با کفار همدست شده اید؟ توصیه می‌کنم به جای دروغ گفتن اندکی به درک و شعور بینندگان خود احترام بگذارید. عهد بوغ، شما دارید تو جنگل آمازون صحبت میکنید و کسی نیست دنبال حرف شما را بگه. اقلن حرف که میزنید فکر کنید، دقت کنید، بعد حرف بزنید. بله بینندگان عزیز و گرامی، اینم در بین این کلیپ های شرکی و کفری اینا یک کلیپ تفریحی بود برای شما عزیزان که انشالله از این بعد در هر برنامه از این کلیپ ها خواهیم داشت. دوستان عزیزمون شماره تلفن های برنامه رو زیرنویس خواهند کرد، همچنین ایمیل و آدرس اسکایپمون که فقط من یک نکته رو یادآوری بکنم در مورد اسکایپ که لازم نیست که شما حتما پیام اد بفرستید برای ما، همین مستقیما میتونید این آدرس رو اضافه بکنید و تماس بگیرید، چون صدها نفر این پیام رو میفرستن و اگر ما بخوایم همه رو اد بکنیم در لیست این امکان وجود نداره. دوستان میتونن مستقیما تماس بگیرن و از طریق اسکایپ صحبت بکنن. من بعضی از ایمیل هایی رو که دوستان فرستادن میخونم خدمتون. آقا احمد نوشتن که با سلام و عرض خسته نباشید. این دومین نامه است که خدمت شما ارسال می‌نمایم. تشکر فراوان از برنامه‌های خوبتان. برادر انصاری خواهش میکنم برنامه‌های استاد عبدالقدوس دهقان را همچنان ادامه دهید. باور بفرمایید بنده کمتر عالمی را دیدم که چنین کارشناسانه از اسلام دفاع کنند. خدا به شما و ایشان قوت و قدرت روزافزون و سلامتی و توفیقی بیشمار عنایت فرماید. برنامه‌هایی مثل منهاج السنه و شرح عقیده طحاویه و همچنین برنامه امامت در اصول کافی بسیار بسیار آگاهی بخش و حتی در امروزه حیاتی ترین برنامه ها می باشد تا ما شیعیان بیشتر به ته یا به کنه عقاید خود پی ببریم. انشالله خداوند به شما پاداشی در خود عنایت فرماید. آمین. برادر بزرگوار لطفاً بفرمایید بنده چگونه میتوانم برنامه اول امامت در قرآن را به کارشناسی استاد عبدالقدوس دهقان که خداوند ایشان را حفظ نماید به دست آورم؟ آیا امکانش هست که مجددا آن را با اعلان قبلی پخش فرمایید؟ همینطور برنامه منهاج السنه را. برنامه انشاءالله در سایت در صفحه یوتیوب شبکه ما همه برنامه‌های زنده رو از این به بعد به اذن الله تعالی در زودترین فرصت آپلود خواهیم کرد. شما از اون طریق میتونید برنامه‌هایی که نتونستید از طریق شبکه ببینید رو مشاهده فرمایید. همچنین دوستان عزیز در اتاق فرمان خواهش میکنم اگر شماره تلفن برنامه رو کمی واضح‌تر با خط تیره‌تر بنویسن، چون بعضی از دوستان پیام فرستاده بودن و شکایت کرده بودن که شماره تلفن خوانا نیست و نمیتونن شماره رو از صفحه تلویزیون یادداشت بکنن. خواهش میکنم که دوستان در اتاق فرمان این رو عوض بکنن، چون در بعضی از مناطق خاصا در ایران دوستانی که از طریق هوتبرد شبکه رو میبینن کیفیت کمی پایین میاد و شماره تلفن ها خوانا نیست. ایمیل دیگری رو که من خدمت شما عزیزان میخونم. بله، بیننده عزیزی پیشنهاد کردن که سیستم های تماستون رو عوض بکنید. اگر تلفن های اینترنتی مانند وایبر و غیره رو راه اندازی کنید شاید راحت تر بشه تماس گرفت. چشم، این رو هم انشالله خدمت دوستان عزیزمون در بخش فنی مطرح خواهیم کرد که بتونن راه های ارتباطی بیشتری رو آماده بکنن برای
شما عزیزان. ایمیل بعدی که خدمت شما میخونم برادر عزیزمون آقا عباس فرستادن. نوشتن که سلام علیکم بر همه استادان همراهتان. حدیثی که مورد بحث و بررسی قرار میدهید چارچوب حدیث از نظر پیوستگی جملات آن دچار اشکال است. از علیه السلام چنین رفتاری معقول نیست. اگر علی میدانسته که این شخص به او مراجعه کرده حضرت خضر است و خضر هم علی را میشناخته، اصلا گفتگوی این چنینی بین دو شخصی که هم دیگر را میشناختند باطل است و نه در شأن علی علیه السلام و نه خضر، و مسخره است که حسن علیه السلام را به دنبال خضر بفرستد. ولی این روایت جالبی بود که ما در برنامه حجت بی حجت جناب استاد مولانا عبدالقدوس دهقان مطرح کردن. ما این روایت را از کتب خود شیعیان عزیز، از کتب معتبرشون آوردیم و این روایت ما نه به این روایت ها اعتقاد داریم و نه قبول داریم. آقا عباس عزیز، امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما راه حق و حقیقت رو نشون بده. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبید؟ سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. من احمد هستم از کردستان. بفرمایید آقا احمد عزیز، صدا شما داره پخش میشه. قربونتون برم آقا احمدی، به خدا انقدر دوست داریم که دیگه نه. سلامت باشید. اصلا کلا خانوادگی همه فامیلی عاشقتیم. سلامت باشید. الله میشه باورجا باشی هممون تو بهشت با هم مشهور بشیم ان شاء الله. آمین آمین یا رب العالمین، آمین. زنده باشید برادر عزیز. تشکر میکنم. سلامت باشید. وقتتون رو نمیگیرم. سلامت باشید. تشکر از لطف شما. خدا نگهدارتون. بعد سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر انصاری، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه بیننده گرامی. جان من فدای شما. زنده باشید. الله متعال شما را حفظ بکنه. جانم فدای شما ای سید. سلامت باشید. جانم فدای شما. الله متعال حفظتون کنه و سعادت دارین نصیبتون کنه برادر عزیز. قربانت برم. امیدوارم همیشه در پناه خداوند تبارک و تعالی باشید. جانم فدای شما. خدا سلامت باشید. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری، بفرمایید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من به عبدالله هستم، از ایران تماس میگیرم. آقا عبدالله بفرمایید بیننده گرامی. جناب انصاری، می‌خواستم ازتون تشکر کنم. واقعا این شرکیات و این خزعبلات و این بدعت‌هایی که واقعا این تشیع صفوی ابراز میکنه رو میذارید به نمایش مردم، در معرض نمایش میذارید، مردم رو بیدار میکنید. خواستم ازتون خیلی تشکر کنم. تشکر از شما. اون که مرحوم شریعتی میفرماید ما تشیع علوی داریم و تسنن محمدی، برخلاف تشیع صفوی و تسنن اموی. این تشیع علوی و تسنن محمدی ان شاء الله هر چه زودتر با هم وحدت پیدا میکنن. آمین. و با هم نماز جماعت میخونیم ان شاء الله. و واقعا این صحبت هایی که ما میشنویم دلمون به درد میاد که ما علی رو دوست داشته باشیم ولی خدا رو دشمن بداریم، نعوذ بالله، و خدا ما رو دوست بداره. آخه این چه صحبت هایی میکنن؟ اینو از چه مأخذی میگیرن؟ بیننده گرامی، سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه در روایتی در نهج البلاغه میفرمایند هلک فی رجلان، دو شخص در مورد من به هلاکت و نابودی رسیدن، محب قال و مبغض قال. اون کسی که منو به اندازه افراد دوست داشته که در مورد من غلو کرده، و اون کسی که با من دشمنی کرده و به سبب این دشمنیش نابود شده. دقیقاً جناب انصاری همین که میفرمایید
قرآن میفرماید والذین آمنو اشد حبا لله. مگر می شود کسی قرآن را قبول داشته باشد ولی بغض خدا را داشته باشه و دوست علی باشه و خدا دوستش بداره؟ این واقعا اینا چه صحبتایی میکنن؟ یا میگن که توکل تو علی علی و توکل تو علی حیدر یا خالق ارض و سما آقام ابوالفضل. اینها واقعا دل همه شیعیان را هم به درد میاره، غیر از اینکه اهل سنت را هم واقعا ناراحت میکنه. درست کاملا. و به هر حال من خیلی متشکرم جناب انصاری از زحماتی که شما میکشید. سلامت باشید. من میشه از شما بپرسم و خدا ان شاءالله توفیق به شما بده. سلامت باشید. میشه بپرسم از کجا زنگ میزنید بیننده گرامی؟ بله. از کدوم شهر زنگ میزنید؟ بنده اصفهانی هستم. ماشاءالله. الان در اصفهان نیستم. درست. لهجه شیرین اصفهانی صحبت کردید، به خاطر همین پرسیدم. الله متعال شما رو حفظ بکنه و سعادت دارین نصیبتون کنه. یه سوالی هم داشتم خدمتتون. بفرمایید. یکی از این شبکه ها میگفت که محمد ابن عبدالوهاب، حالا یا گویا از مثلا مریدان ایشون، آقای ابو حنیفه رو کافر دونستن. همچین چیزی صحت داره؟ در این مورد صحبت میکنیم انشالله. خیلی متشکرم. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید بیننده گرامی. بله بفرمایید. سلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون و واقعا لذت میبریم از این برنامه‌تون. بعد یه صحبتی هم با آقای رضوانی داشتم. بفرمایید میشنویم. خجالت نمیکشن اینقدر دروغ میزنن؟ والا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر که خجالت نمیکشی هر چی دلت میخواد بکن. بعدش هم ایشون که میگن مشکل ما با وهابیت هستش. بله. لطف کنن یک کتابی بالاخره وهابیت اگر وجود داشته باشه همچین مظهری باید یه کتابی هم داشته باشه دیگه. بله. یک کتاب به ما معرفی کنن که ما هم بریم رجوع کنیم ببینیم واقعا همچین مظهری وجود داره یا نه. درست، کاملا درست میفرمایید. تشکر از شما. بله. بعد هر موقع هم که بخوان به قول یارو گفتنی حدیث روایت کنن، چرا از روایت اهل سنت دارن روایت میکنن، بعد میگن که بله ما مشکلمون با وهابیت هست و با اهل سنت هیچ مشکلی نداریم. درست. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. الو. بله سلام علیکم. بفرمایید. محمد هستم از کرمان. آقا محمد از کرمان، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. صدا شما داره پخش میشه. آقای انصاری خواستم اگه میشه با هم مناظره داشته باشین، میشه؟ جناب عالی خودتون رو معرفی کنید که من بشناسم که باهاتون مناظره کنم. شما آخوند هستید؟ نه آخوند نیستم، یک بیننده های شبکتون. خب شما همین کتب اربعه شیعه رو معرفی بکنید برای من. ببین من سوالی دارم ازتون عزیزم. ببینید من برای مناظره ما مشکلی نداریم، بارها ذکر کردم. شما اگر عالم هستید وقتی من روایت بیارم از کتبتون میگید که آقا ما این کتابا رو قبول نداریم. شیعه رو کتب شیعه رو من کار با کتب شیعه ندارم. میخوام ببینم شما وهابیت یعنی اهل تفنن هستید شما؟ ما اهل سنت هستیم، مذهبی به نام وهابیت وجود نداره. وهابیت یک به اصطلاح مترسکی است که ساختن علمای شیعه فقط به خاطر ترساندن مردم. امام محمد ابن عبدالوهاب شما را قبول ندارن. چرا اهل تفنن شما را قبول ندارن؟ الحمدلله. اینایی که اینجا هستن، ببینید اینایی که در شبکه، ما از شبکه خودمون صحبت میکنیم، برادرانی که در شبکه با ما همکاری میکنن از تاجیکستان هستن، از ایران هستن، از مناطق مختلف اهل سنت ایران هستن. شما یک عالم سنی رو، حتی امونایی که
به اصطلاح خودفروختایی رو که در شبکه ولایت آوردن که از زبان اونا اعتراف بگیرن، اونا جرئت نکردن که علیه این شبکه‌ها صحبت بکنن، بگن که اینا اهل سنت نیستن. شما چرا اینو در ضد شیعه حرف میزنید؟ اولا شما دلیلی دارید، مدرکی دارید؟ ما بر علیه شیعه صحبت نمی کنیم برادر عزیز و گرامی. ما همین شرک، همین خرافات رو اگر یک برادر سنی ما هم داشته باشه ما اونو رد می کنیم. ببینید شرک و کفر شیعه و سنی نمیشناسه. به همون اندازه‌ای که کفریات و شرکیات در بین شیعیان هست، به همون اندازه در بین کسانی که خودشون رو منتسب به اهل سنت میدونن وجود داره. منتها ببینید میگه آقای انصاری خواهش ببخشید جان بفرمایید. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یعنی چی؟ بله، یعنی ای که تو در نزد الله سبحانه و تعالی جاه داری و جاهت داری، تو برای ما شفاعت بکن در نزد الله سبحانه و تعالی. خب ما میگیم توی دعای توسل برای اهل بیت میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. این چه ربطی به پرستش؟ ما نه حدیث رو میپرستیم نه پیامبر رو، اینا رو فقط توسل میجویم به اینا. چه ربطی به دلالیش هر کاری که شما میزنید دارد؟ عزیزم همین کاری که شما دارید انجام میدید مخالف آیه قرآن است. کجا؟ کدوم آیه قرآن؟ خب سوره یونس آیه 18 الله سبحانه و تعالی میفرماید که و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، و میپرستند غیر از الله کسانی را که نه به آنها ضرر میرسانند و نه به آنها نفع و سودی میرسانند. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، و میگویند که اینا شفیعان ما در نزد الله سبحانه و تعالی هستند. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، بگو آیا برای الله سبحانه و تعالی چیزی که خبر میدید که الله سبحانه و تعالی در زمین و آسمان ازش خبری نداره؟ سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک و منزه و بلند مرتبه است از اون چیزی که بهشون شرک می‌ورزید. تفسیر شما از آیه به نظر شما اشتباه نیست؟ عزیزم همین آیه رو شما برید از کتاب‌ها و تفاسیر خودتون بکنید. بسم الله. خب من سوال کردم، هر کسی که خداوند دوستش داره، اگه خداوند دوستش داشته باشه ما میتونیم به او توسل بجوییم، چون که این خود قرآن هم در قرآن اومده. بله. که به توسل بجوییم به مؤمن. در کجای قرآن گفته که شما به انسان‌هایی که مؤمن هستند، متقی هستند و از دنیا رفته‌اند و بندگان نزدیک الله هستند برید به اونا توسل بجویید؟ در کجا گفته؟ این آیه رو در میان براتون میدم، ولی شما نگفته یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله رو یعنی چه؟ و این گفتم که ای کسی که در نزد الله وجاهت داری، جاه داری، مکان داری، تو شفاعت ما را بکن در نزد الله. الله سبحانه و تعالی میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که در نزد الله سبحانه و تعالی میتونه شفاعت بکنه مگر به اجازه او؟ به کدام یک از ائمه الله سبحانه و تعالی اجازه شفاعت داده؟ خب آقای انصاری شما افراد شما دارن تو اسرائیل کمک اسرائیل میکنن. عزیزم ببین کمک اسرائیل و کمک آمریکا رو بذار. من ببینید عزیزم اگر ببینید گوش کن جانم بفرم. شما دارید فقط شیعه را و حکومت جمهوری اسلامی رو داره مورد تهاجم قرار دادین. شبکه‌های شما شبکه مذهبی نیست، شبکه‌های سیاسی هستن. خب بریم حالا شبکه ما شبکه مذهبی نیست، شبکه سیاسی است. من از شما یک سوال سیاسی میکنم. در طول تاریخ تشیع از زمانی که صفویت به اصطلاح حاکم شد و یک دولت مقتدر برای خودشون درست کردند در ایران تا به امروز، شما یک وجب خاک کشورهای اسلامی یا کفری رو که اینا رفته باشند در جهاد آزاد کرده باشند، یک شهری یک روستایی رو از دست ظلم و ظالم ها اینا نجات داده باشند، در یکی از معارک مسلمان ها بر علیه کفار اینا شرکت کرده باشند، این تحدی رو ما 4 سال قبل اعلان کردیم تا الان هم منتظرش هستیم. حالا دوست داریم از زبان شما بشنویم. شرکت بکنن آدم کشی بکنن مثل شما؟ نه عزیزم آدم کشی نکنن. جهاد آدم کشیه؟ جهاد علیه کفار آدم کشیه؟ پیامبر همین کاری که شما دارین تو سوریه انجام میدین این قتل و جنایت چیه؟ این کار شما چیه؟ عزیزم در سوریه ببینید اگر که شما این کنت تعلم فتلک مصیبتون، عزیزم مگه طرفداران بشار اسد مگه
مسلمون نیستن ولی مگه اهل تفکر نه نیستن. طرفداران بشار اسد، اونایی که با جان و دل دارن ازش طرفداری میکنن، علویای نصیری هستن که علمای شما اونا رو تکفیر کردن. مؤسس مذهب علوی نصیری رو اونا میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اینو میگفتن یا نگفتن؟ اینا میگن، ما کلیپاشو بارا پخش کردیم به اسرایی رو که میگیرن از مجاهدین، به اونا میگن که بگو لا اله الا بشار. ندیدید؟ اینا ببین اینا ساختگی از خود سبحان الله. تا حالا بیش از 100,000 نفر به شهادت رسیدن، همش ساختگیه. یعنی شما فکر میکنید که اهل سنت میان در سوریه خودشون خواهرانشون رو، مادرانشون رو، همسرانشون رو، کودکانشون رو قتل عام میکنن به خاطر اینکه ایران و تشیع رو بدنام بکنن؟ اینو میفرمایید؟ ببین شما این همه عقده هستین، کینه دارید. به خدا عقده نداریم، به خدا عقده نداریم. داریم واقعیت ها رو میگیم که به شما بر میخوره این واقعیت. نمیگین به والله واقعیت نمیگین. من الان از شما خواستم که از زمان تأسیس دولت صفویت از 600 سال به این طرف شما نشون بدید که یک وجب از خاک اسلام رو این صفوی‌ها یا شیعیان در جهاد یا در جنگ فتح کرده باشن، به خاطر دفاع از مظلومی رفته باشن جای دفاع کرده باشن. نشون بدید یکیشو. پیامبر این کار کرده بود که ما بخوایم بکنیم. پیامبر خودمون این کار کرده. بله، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر بیش از 70 نفر از سران کفار که به مسلمان ها ظلم کرده بودن اونا رو به درک واصل کرد. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه به خاطر حق در روزی که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد تا روزی که به شهادت رسید جنگید. آقای انصاری داخل جنگ بدر مثل با شماها بودن، با یه سری افرادی مثل شماها بودن، با پیامبر با اونا جنگید. تشکر. بینندگان گرامی، این عقل ایشون هست. شما خودتون دیگه آخر قصه رو بخونید. تشکر میکنم. حرف دیگری هم دارید برای گفتن؟ الو. بله بفرمایید. الو. آقای انصاری جان. شما تو جنگ جمل طرفدار عایشه بود یا طرفدار عزیزم، من طرفدار حضرت علی. همه اهل سنت اینو نه متقیه داریم نه دروغ. همه اهل سنت طرفدار حضرت علی هستند، چون حضرت علی رو خلیفه برحق می‌دونستند. عایشه رو قبول داریم. عایشه رو قبول داریم. علی رو قبول داریم. عزیزم، الله سبحانه و تعالی اردوشونو میگه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدند، اگر که اینا یکیش کافر می بود میگفت که خب یک گروه مسلمان با یک گروه کافر جنگیدند. آقای انصاری پس دو طرف جنگ یکیش باید حق باشه یکیش باید باطل باشه. قبول داری اینو؟ بله. حضرت علی برحق بود. حضرت علی برحق بود، اما حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به خاطر جنگ نرفته بود. اگر به خاطر جنگ رفته بود، اگر به خاطر حکومت رفته بود، اگر به خاطر کشتن علی رفته بود، اگر به خاطر به دست گرفتن خلافت رفته بود، آره ما میگیم باطل بود. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به خاطر قاتلین خلیفه مسلمان ها، به خاطر همون کسانی که حضرت علی مجبور شد در نهروان بیش از 4500 نفر از اینا رو گردنشون رو بزنه، به خاطر این رفته بود که بگه ای علی، اینایی که اطراف تو جمع شدن اینا کسانی هستن که خلیفه مسلمان ها رو کشتن، اینا یک گروه باقی هستن. همینا بودن که حضرت علی رو پشتش خالی کردن در صفین، همینایی بودن که در نهروان با حضرت علی درگیر شدن. همین عبدالرحمن ابن ملجم کسی بود که به خاطر قربتا الی الله اومد حضرت علی رو کشت. این از یاران حضرت علی بود. همین خوارج، کسانی که در نهروان. عزیزم، اگر ادب صحبت کردن رو میخواید بهتون یاد بدم، بذارید که من صحبت بکنم، ولی صداتون رو قطع میکنم. آخوندا بهتون یاد ندادن که چطور صحبت بکنید با مخالفین؟ وقتی من صحبت میکنم خواهشاً شما ساکت باشید. شما که همیشه قطع میکنید فرار میکنید. عزیزم من قطع کردم، شما دارید بیش از شما فراری هست. عزیزم پیش از چند دقیقه شما دارید صحبت میکنید، حدود 10 دقیقه دارید صحبت میکنید. من قطع کردم. شما به یکی از سوالات من جواب ندادید عزیزم. شما میگید من یک سوال میکنم از شما فرمودید که ما کسانی هستیم که پیامبر در بدر با اونا جنگید. یک سوال میکنم، امیدوار هستم که مردانه جواب بدید. در بین یاران پیامبر در جنگ بدر ابوبکر و عمر نبود؟ طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص بود یا نبود؟ اینا فرار کردن. عزیزم در جنگ بدر کسی فرار نکرده. معلوماتتون رو چیز بکنید، آپدیت بکنید. در جنگ بدر کسی فرار نکرده. شما عزیزم جواب منو بدید، چرا فرار میکنید؟
ببینید در جنگ بدر، بینندگان گرامی، سوالی که ایشون ازش فرار میکنه من جوابشو میدم. در جنگ بدر ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و سعد ابن ابی وقاص، همینایی که شما باش دشمن هستید همینا بودن. عزیزم تمام حرفایی که میزنن سند و مدرک میاره، شما چرا سند و عزیزم مدرک نمیدید؟ یک سند و مدرک بیارید که در جنگ بدر کسی فرار کرده. شما سند و مدرک، حرفی که میزنید سند و مدرک بیارن، دلیل بیارن برای حرفاتون. همینجوری بدون دلیل بدون مدرک. سبحان الله. در جنگ من از شما سوال کردم، شما یا جواب منفی بدید یا مثبت. عزیزم چرا از سوال فرار میکنید؟ در جنگ بدر همراه پیامبر ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر بودن یا نبودن؟ جواب منو بدید. شما ببینید، شما اجازه نمیدید کسی حرف بزنه. خب بفرمایید. جواب من رو بدید. آیا انصاری، اولا شما اجازه به ما نمیدید که شما هیچ حرف خودتون میگید. ببین هوچیگری نکنید. من دارم به شما وقت میدم. بینندگان گرامی، من به این آقا وقت دادم که بفرمایند که آیا این از صحابه‌ای که ذکرشون رو کردم در جنگ بدر با پیامبر بودند یا نبودند. بفرمایید الان خدمتشون. من اطلاعات تاریخی ندارم که بخوام جواب این. خب برید اطلاعات تاریخی کسب بکنید، زنگ بزنید، چون ما در این برنامه عادت نداریم با کسایی که کسایی که جاهل هستن صحبت بکنیم. جواب سوال من رو بدید، من اجازه میدم که صحبت بکنید. شما نه، شما دارید پس ادعای دروغین کردید. همینجوری که شبکه کلمه فرار کردن. عزیزم شما ادعای دروغین کردید که در جنگ بدر پیامبر با امثال ماها جنگید. ما شبکه‌های فراری هستن، یه سری شبکه‌هایی هستن که دارین یه سری مباحثی که میارین که اصلا ربطی به دین و مذاهب و این چیزا اصلا نداره، فقط دشمنیتون با فقط شیعه است. فقط همه اهل تسنن و شیعه رو کافر میدونید، فقط خودتون. حاشا و کلا. اینم دلیل بیارید در کجا ما کافر گفتیم. دروغ نگید. به خدا علی دروغ نبود، شیعیان واقعی علی دروغ نمیگفتن. چرا میشرمید؟ چرا خجالت میکشید که واقعیت خودتون رو، مذهبتون رو آشکار بکنید؟ شما من همین سوالاتی کردم از اول صحبت با شما باز دوباره تکرار میکنم. که من شیعه مذهب خودتون آشکار، مذهب من چی شد؟ مذهب شما دروغ، مذهب شما خیانت، مذهب شما تحریف تاریخ. الان شما میگید که در جنگ بدر همینجا همه میلیون ها بیننده شنیدن. شما گفتید که در جنگ شما گفتید که در جنگ بدر پیامبر با همسال ما جنگید. من که وقتی میگم که همراه پیامبر کی بود، شما به دروغ میگید که اطلاعات تاریخی ندارید. خب این تناقضه. اگر اطلاعات تاریخی ندارید خب اشتباه کردید که موضوع جنگ بدر رو مطرح کردید. شما میگین پیامبر بعد از خودش خلیفه تعیین کرده بود؟ آره؟ نه خیر. نه خیر. تعیین نکرده بود، درسته؟ بله. درسته؟ بله. درسته. خب اگه تعیین کرده بود، این چه نوع پیامبری بوده که برای ما مثلا نتونست یه خلیفه برای بعد خود؟ من تو کتاب ما نیومده، من تو قرآن نیومده، من باید مردم مسلمان ها باید یه جانشی برای پیامبر. کجا اومده در قرآن؟ تهمت به خدا نزنید. در کجای قرآن اومده که ای پیامبر بعد از خودت جانشین تعیین کن؟ بفرمایید. با عقل انسان عقلو بذار کنار. شما گفتید در قرآن اومده. ببینید عین حرف شما، در قرآن اومده که بعد از خودت جانشین تعیین کن. در کجای قرآن اومده؟ چرا تهمت میزنید به الله سبحانه و تعالی؟ آیه سوره مائده آیه 55. بخونید همین آیه رو. بخونید این آیه رو. من الان جلوم نیست قرآن که بخوام براتون بخونم. خب برید حفظ بکنید بعد بیاد بخونید. این آیه رو من براتون میخوام. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. خب از این آیه چه برداشت میکنید شما؟ حضرت علی بعد از اینه. کو حضرت علی؟ کجا حضرت علی؟ کدوم حضرت علی؟ از خدا بترسید، تهمت نزنید. من میگفتین همه باید بیان. خب این قرار نیست که قرآن بیاد همه جزئیات رو بیاره تو کتابش. قرار نیست همه چیز بیاره. عزیزم من یک سوال دیگه از شما بپرسم. همین عادت ماهانه خانم ها برای انسان ها مهمتر بود یا خلافت حضرت علی؟ جواب منو بدید. الله سبحانه و تعالی در چندین آیه در مورد عادت ماهانه خانوما صحبت کرده. خلافت حضرت علی اینقدر بی‌ارزش بود که یک آیه هم نیومده در موردش. شما وهابیا گفتین که باید زن نمیدونم خیار و حویج و موز و هیچ چیز. خب حالا دیگه شروع کردید به هوچیگری. ببینید من که بارها در این برنامه ذکر کردم این عقل و منطق شیعه صفوی است. تهمت حاضرن که به خاطر اثبات باطلشون تهمت به خدا بزنن، تهمت به پیامبر بزنن، تهمت به اهل بیت بزنن،
حضرت علی رو ترسو و بی غیرت جلوه بدن، اما اون عقیده باطلی رو که عبدالله ابن سبع یهودی دیکته کرده براشون، اون باید پیاده بشه. چرا فرار میکنن از واقعیت؟ در بدر 313 نفر از بهترین یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ایشون بودن. غیر از عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه که مشغول تیمارداری و پرستاری دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رقیه رضی الله تعالی عنها بود که اون موقع بیمار بودن، ایشون در مدینه ماندن، پیامبر صلی الله علیه و آله بهشون اجازه دادن. بقیه همه این صحابه‌ای که شما باش کینه و بغض عداوت دارید در بدر کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رزمیدن. در طرف مقابل ابو جهل بود، ابو لهب بود، امیه ابن خلف بود، عتبه بود، ربیعه بود، شیبه بود، سران کفر بودن. من هفته قبلم گفتم، بازم تکرار میکنم، بالله علیکم در کدوم شبکه شیعه شما دیدید که یک برنامه گذاشته باشن در مورد ابو جهل، در مورد ابو لهب، در مورد عتبه و شیبه و ربیعه، کسانی که در بدر کشته شدن؟ دیدید؟ در زندگی شنیدید یک آخوندی اومده باشه در یک شبکه‌ای گفته باشه که بله ابو جهل این جنایت رو کرد، ابو لهب این جنایت رو کرد؟ افتادن به جان عزیزترین یاران پیامبر که در بدر کنارش بودن، در احد کنارش بودن، در خندق کنارش بودن، در تبوک کنارش بودن، در فتح مکه، در حنین. افتادن به جان همینا. یک روز ما ندیدیم که یکیشون برنامه گذاشته باشن در مورد سران شرک، در مورد سران کفر. همیشه باید طعن و لعن وارد بکنن به کی؟ به عمر، به ابوبکر، به سعد بن ابی وقاص، به طلحه، به زبیر، حتی به علی. ما بارها در این برنامه و در دیگر برنامه‌ها روایاتی رو نشون دادیم که حتی حاضرن برای اثبات عقیده باطلشون به علی و آل علی هم توهین بکنن. من تشکر میکنم از بینندگان عزیزی که پشت خط هستن. کلیپ بعدی که میخوایم پخش بکنیم آخوند قزوینی و تشیع آمریکایی، کلیپ شماره 498. این کلیپ رو با هم میبینیم و انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو خواهیم شنید. آخوند قزوینی و تشیع آمریکایی. آخوند قزوینی میگوید تشیعی که از آمریکا و لندن بیاید تشیع نیست. حتی ما بارها گفتیم، حتی همین امروز هم دیدم خود رهبری اشاره داشتن که بعضی از افرادی در آمریکا یا در لندن ماهواره در اختیارشون است، دارن تشیع مدرن. اون تشیعی که از آمریکا و لندن بیاد این تشیع نیست. خب از این بهتر. جناب آیت الله قزوینی، چه شد آن زمانی که شبکه سلام در آمریکا تأسیس شد و شما شبانه روز در آن به فتنه‌گری می پرداختید؟ تشیع آمریکایی بد نبود. آن زمان که آخوندهای همفکر شما در آمریکا در شبکه سلام شبانه روز به مقدسات اهل سنت اهانت می کردند، سخنی از تشیع آمریکایی نبود. آن روز که سید ظهیرالحق نقوی همکار شما در شبکه ولایت از آمریکا برنامه اجرا می کرد و شما هم چند صباحی در آمریکا مهمانشان بودید و در آمریکا برنامه اجرا می کردید، خبری از تشیع آمریکایی نبود. برنامه وصال رو نگاه میکنم، صبح هم نگاه میکردم، آقای دکتر قزوینی اون چیز حدیث ها رو داشت بله ای بابا چیز حدیث ها رو داشت بله ای بابا اکنون که چند تن از آخوندهای شیعه امثال الله یاری حقیقت مذهب شما را بدون تقیه به تصویر میکشند و چهره واقعی رهبرانتان را برای همه معرفی میکنند، رهبر از ترس رسوایی خود سخن از تشیع آمریکایی میزند. آیا همین امام شما خمینی در 12 بهمن سال 1357 از یک کشور اروپایی و با یک هواپیمای اجنبی و در حالی که دست در دست یک مهماندار فرانسوی غربی داشت پا به خاک ایران نگذاشت
آقای قزوینی، اگر تشیعی که از آمریکا و لندن بیاید تشیع نیست، نظرتان درباره رهبر و امامی که از فرانسه بیاید چیست؟ با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. کلیپ بعدی که خدمت شما عزیزان پخش میکنیم کلیپ اهانت آخوند غالی رافضی به الله سبحانه و تعالی است که کلیپ شماره 494 است. این کلیپ رو با هم میبینیم و بعد از اون انشاءالله تماسهای شما عزیزان رو یک بار دیگه خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. اهانت آخوندان غالی رافضی بر الله جل جلاله. أما حساب الخلق نحن نقول كله الله يسلم للأئمة كله، مو الحساب يوم المحشر. كيف يتم الحساب؟ يتم الحساب في مراحل، في عرض، في غيره. من الموكلون بالحساب؟ النبي وأهل بيته. نقول له كيف يتوكل النبي؟ نعم يديرون، والمحاسبين المحاكم قضاة ملائكة، نعم، وأهل البيت هم الرؤساء. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. و کسانی را طرد مکن که سحرگاهان و شامگاهان پروردگارشان را به فریاد می‌خوانند در حالی که رضایت و خوشنودی او را می‌طلبند. از حساب ایشان چیزی بر عهده تو نیست و از حساب تو نیز چیزی بر عهده آنان نیست. اگر آنان را طرد کنی از زمره ستمکاران خواهی بود. اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آنچه که رافضی‌های غالی به آنان نسبت می‌دهند بیزار هستند. امام جعفر صادق رحمه الله می‌فرماید: لعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا. لعنت الله بر کسی که چیزی در حق ما بگوید که ما خود نگفته ایم. لعنت الله بر کسی که ما را از عبودیت برای پروردگاری که ما را خلق کرده و بازگشت ما به سوی او و سرنوشت ما در دست اوست جدا سازد. اما ببینیم آخوند حسن نصرالله رافضی که دستانش تا آرنج به خون مسلمانان سوریه و لبنان آغشته است چه میگوید؟ أحد مواجعنا الكبار ولا أذكر ولا أريد أن أذكر اسمه. هذا الموجع الكبير كان عنده حالة روحية عالية. أوقات يقعد يفكر يا عمي أنا يوم القيامة شو بيصير فيه، ويبكي بصعوبة الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في إحدى الليالي شاهد في الرؤيا في المنام، شاهد في الرؤيا أن الناس جاء في يوم المحشر، كل الناس جاءوا، فتحت أبواب الجنة. هلا هو كونه من العلماء، مين بده يحاسب العلماء؟ الإمام الصادق سلام الله عليه. آخوند حسن نصرالله میگوید اولین کسی که با علما روز قیامت محاسبه میکند امام جعفر صادق است. اما آیات قرآن کریم به صراحت بیان نموده است که در قیامت الله جل جلاله خود به حساب بندگان رسیدگی میکند
چون همه عوامل و اسباب به او تعالی منتهی می شوند و او تعالی مبدأ همه هستی ها و مسبب الاسباب است. چنان که می فرماید إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. به یقین بازگشت آنان به سوی ماست، آنگاه حساب ایشان بر ما خواهد بود. و نیز می‌فرماید فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. در هر حال تنها بیان کردن بر عهده توست و حساب بر عهده ما می باشد. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با ادامه این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و برادر عزیزمون که پرسیده بودن در مورد تکفیر مذاهب اهل سنت توسط به اصطلاح که مطرح میکنن در رسانه‌های ایران وهابیت، این دروغی و تهمتی هست که به امام محمد ابن عبدالوهاب میزنن. اگر شما این برنامه رو شاید دیده باشید تو شبکه ولایت هم میذارن، هیچ نصی رو از کتاب محمد ابن عبدالوهاب نمیارن، بلکه بعضی از گفته های کسانی که منتسب به این فکر هستن، چون فکر سلفیت یا همون وهابیتی که امروز ازش تبلیغ میکنن در ایران به عنوان یک مذهب جدید در بین اهل سنت نیامد، بلکه به عنوان یک فکر احیاگر سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به عنوان یک حرکت اصلاحی در داخل مذهب حنبلی شروع شد. در این مورد میتونید کتاب اسلام ناب که در سایت عقیده است این کتاب رو مطالعه بکنید. کلاً شبهات و دروغ‌هایی رو که به امام محمد ابن عبدالوهاب نسبت دادن در این کتاب چاپ شده و از خود کتب شیخ محمد ابن عبدالوهاب به این شبهات پاسخ دادن. اسم کتاب هست اسلام ناب و به عربی اسم کتاب هست اسلامی لا وهابیه، یعنی اسلامی و نه وهابی. در این کتاب به اکثر شبهاتی که دشمنان شیخ مطرح کردن پاسخ داده شده. در زمانی که محمد ابن عبدالوهاب دعوتش شروع کرد، در همین مناطقی که فعلا الحمدلله آثاری از شرک و بت پرستی دیده نمیشه، قبور بعضی از صحابه رو مانند همین امام رضا و معصومه و شاه عبدالعظیم و نجف و کربلا که درست کردن همینطوری درست کرده بودن. مردم به اطرافش طواف میکردن، نذر و نذور در اونجا پخش میکردن و همون اعمال شرک‌آمیزی رو که نه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و نه در زمان صحابه و نه در زمان تابعین و تا 300-400 سال اول اسلام هیچ خبری از این شرکیات نبود، همین افعال رو در مناطق نجد و حجاز انجام میدادن. حتی در همین بقی که امروز داد و واویلا را میندازن که قبور بقی رو خراب کردن، در قبور ائمه و صحابه در بقی و در احد در زمان حکومت عثمانی ها بعضی از صوفی های خرافی که وجود داشتن اومده بودن گنبد و بارگاه و دم و دستگاهی درست کرده بودن اونجا برای خودشون. این دعوت توحیدی که اومد همه اینا رو برچید، برگردان به همون اصلی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت. مثلا ببینید در تاریخ 8 شوال هر سال در شبکه‌های رافضی عزاداری شروع میشه که بله قبور بقی رو خراب کردن. من چالش میدم، تحدی میکنم این آخوندها و مراجع شیعه رو که بیان بگن که این گنبد و بارگاه ها رو کی درست کرده بود و کی خرابش کرد. این جرأت رو ندارن. اگر
پیامبر درست کرده بود، اگر علی درست کرده بود، اگر که حسن و حسین و امام جعفر صادق درست کرده بود، اگر امام موسی کاظم و حسن عسکری درست کرده بود، به خدا قسم محمد ابن عبدالوهاب یا غیر محمد ابن عبدالوهاب هر کسی این کارو کرده بود ما هم محکوم می‌کردیم. اما اون بزرگوارا این کارو نکردن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سر قبر همسر عزیزش خدیجه رضی الله تعالی عنها گنبد و بارگاهی درست نکرد. در احد بهترین یارانش، عموی بزرگوارش سید الشهدا حمزه به شهادت رسید با بیش از 70 نفر از یارانشون. گنبد و بارگاه درست نکردن. علی رضی الله تعالی عنه بر سر قبر فاطمه درست نکرد گنبد و بارگاه. امام حسین بر سر قبر حسن ابن علی درست نکرد گنبد و بارگاه. خرافات مسئله شرک و بدعت و کفر شیعه و سنی نمیشناسه. هر کسی که این گنبد و بارگاه رو درست کرده بود بنابر استناد به آیات قرآن و احادیث پیامبر و حتی عمل کرده صحابه و اهل بیت درست نکرده بود، بر اساس هوا و هوس باطل خودشون درست کرده بودن. و شما به همون شبکه‌ای که اینو مطرح میکنن زنگ بزنید بگید که یک قول از محمد ابن عبدالوهاب بیارن که آقا اهل سنت کافر هستن یا فلان ائمه از ائمه اهل سنت کافر هستن، از خود شخص محمد ابن عبدالوهاب یا شاگردانش. اما این که مثلا یکی بیاد از معاصرین حرفی بزنه، ما امروز زیاد می‌بینیم. مثلا در خود بین مذهب شیعه ببینید یکی میاد خامنه‌ای رو تکفیر میکنه، یکی میاد به یکی بد و بیرا میگه. اینا یعنی قابل استناد نیست. همیشه ما وقتی که میخوایم از مذهب شیعه صحبت بکنیم میریم مثلا رو کتاب اصول کافی، بهار الانوار، کتب علمایی که به اصطلاح دارای جایگاه و وزنی هستن در مذهب شیعه. نمیریم رو کتب معاصرین که امروز آرا و افکار مختلف در بینشون وجود داره. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید، لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از تاجیکستان هستم، یوسفی. بفرمایید آقای یوسفی از تاجیکستان. یک سوال دارم. همون وقتی که همون شیعه مذهبو دنگ میزنن، همون گفهای دروغ میزنن، بهترش با اونها سخن نکنه. چشم آقای یوسفی عزیز. بهتر با اونها سخن نکنه، خوبتر است. تلفن رو قطع کنه، با ما انشالله زنگ زدن میکنه، از شما سوال پرسیدن میکنه. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. من فقط به خاطر این مجال به اینا میدم که برای مسلمان ها حقیقت اینا بیشتر آشکار بشه. من سخن شما میفهمم، برامون مقصد حیث همون سخن شما مشورتی با اونها صحبت نکنه. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز آقای یوسفی. باور کنید همه قدر شیر میگذارن، ما 20 طرف در مسجد ها میشینیم. باور کنید عموما یکم از آنها یکم خیلی مسلمانی گفتن نمیشه که بسیار شیر میگذارن، حتی به حضرت علی هم شیر میگذارن. درست. تشکر از شما. روان بزرگ شما را در حفظ و پناه خودش نگاه دارد. زنده باشید. تشکر از شما. دعا میکنیم. سلامت باشید. روان بزرگ. سلامت باشید. الله متعال شما را حفظ کنه. تشکر از شما. تشکر. بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خسته نباشی برادر عزیز، زنده باشی برادر. خواستم منم مثل اون برادر تاجیکی خدمت شما عرض کنم چند کلمه که به اینا مجال صحبت ندهید برادر انصاری. چشم میشه. هیچی نمیدونن. خواستم خدمت شما بگم که اینا که اومد ببین چیزی شنطه داره برای گفتن یا نداره. اگر داره بهش مجال بدی، اگر نمیتونه از این شاخه به اون شاخه چی فایده داره؟ باشه اینا میان میگن که آقا شما ازشون بپرسی یا که نبوده یا که نستعین، یعنی چی معناش چی؟ اگر فهمیدن جناب آقای انصاری بهشون مجال بده، اگر ندونستن همون که ولی همه
فلسطینی نمیدونن. درست. حالا شما چجوری اینا 500 سال از زمان صفویه تا امروز تو خلقشون و سرشون و گوششون و مغزشون کردن مثل آقای محمد از کرمان، این چی نمیدونه از این شاخه به اون شاخه. حالا چند تا خواستهایی هست که من خدمت شما عرض کنم. بفرمایید. بعد اینا یادداشت کن، عرضم به حضور شما یادداشت کن گفتهاشون و پرسششون، بعد 5 دقیقه بهشون وقت بده الا 10 دقیقه او آقا وقت تمام شد. مثل شبکه کلمه، مثل مابقی شبکه ها. اینا مجال زیاد من نداریم. آدم های فهمیده فعال با شعور میان پشت شبکه 2 ساعت معطل میشن، هیچی نمیتونن تماس بگیرن با شما. الان من کتابی اینجا در برابر من است به نام شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخکلاها. خدمت شما عرض کنم که این بگویید کتاب مطالعه کن از زمان صفویه است تا امروز، ببینید این صفویه چه جنایت ها کرده. مثلا شما از زمان صفویه تا امروز چقدر این آدم کشته، از چنگیز و نمیدونم تیمور و اینا الان نوشته جنایات شاه اسماعیل صفوی. مثلا نوشته در ارزیابی کار شاه اسماعیل صفوی باید از زشتکاری های او نام برد. او دورانی را فایل گذاری کرد که گرچه بسی مقداری کار کرد اما با کمال تأسف جستیاتش از زیبایی‌هایش بیشتر بود. به قول دکتر صفا در همین دوران باردن تاریخی ایران به تازیانه زد و کشتن دادجویان و بازگشتن دست پا بیدادگران کشتارهای بزرگ مردم کور کرد. پوست کند، آویزان کند، سوزان فرزندان آدم در آتش یا در قبار باروتی افکند انسان در قفس و سوزان او محبوس ساختن آدمی در خم و فرود انداختن از بالای مسجد، بریدن گوش و زبان و بینی و بسیاری از این گونه عملهای وحشیانه از جمله کارهای جاری و عادی بود. حالا می‌خواستم بگم درباره کشتن اهل سنت. نوشته که خشونت نسبت به سنیان، رفتار خشن و خونین او با پیروان مذهب سنت نیز از سیاهکاری‌های او شمرده شده است. نه تنها از این طریق هزاران نفر از مردم عادی به جرم پایداری در مذهب خود نابود شدند، بلکه بسیاری از اهل علم و دانش مردان نامدار را که حاضر به ترک عقیده خود نیست نشده بودند به قتل رساند. این آقای صفویه شاه اسماعیل پدرش اصلا مادرش در چیز به اصطلاح مسیحی بوده به نام ماریا. درست. اصلا اومده از طریق تبریز اومده به ایران و همچنین اینا بزرگ کردن تا آمد در اصفهان. به این محمد از اصفهان و از کرمان بگو آقا جون تو اصلا تاریخ میدونی چیه؟ ایران خوندی، تاریخ ایران میدونی. حالا قرآن پیشکشت، حدیث و آیه پیغمبر اینا پیشکشت، نماز و زکات و خمس و سیغه و اینا پیشکشت. آقا شما از قرآن چیزی میدونی، از تاریخ ایران چیزی میدونی. آقای اصلی خواهش میکنم وقت بینندگان دانشمندی که اهل تشیع هستن و بسیار آگاه و عادل و فهمیده هستن به این آدمان خودعبلگو و ناجور وقت ندید. خواهش میکنم. من خیلی دیگه با شما تماس میگیرم، موفق نمیشم امروز یکم موفق شدم. زنده باشید، سلامت باشید. خداحافظ. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، من این کتاب رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. برادران عزیزمون در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این صفحه رو نشون بدن. این کتاب تاریخ شاه اسماعیل صفوی است که در سایت عقیده میتونید این کتاب رو دریافت بکنید. تاریخ شاه اسماعیل صفوی، ارمغان آوران تشیع. این فایل وردش هست، پی دی افش و اینم برای موبایل میتونید استفاده بکنید. در این کتاب شما کلا تاریخ جنایت این نظام رو و چگونه به وجود اومدن، چطور به قدرت رسیدن و چه اعمالی رو انجام دادن میتونید در این کتاب ببینید. همچنین کتاب دیگری که من خدمت شما عزیزان معرفی کرده بودم که در این سایت هست، این کتاب رو هم دوستان عزیز نشون بدن. کتاب اسلام ناب. این کتاب نویسندهش ناصر بن عبدالکریم العقل هست، یکی از علمای عربستان سعودی. کلاً شما هر شبهه و سوالی در مورد وهابیت دارید برید این کتاب رو بخونید. از عقل و منطق اینه که
اگر شما میخواهید در مورد عقیده من اطلاع پیدا بکنید، خب میید از من میپرسید. یا اگر میخواهید در مورد عالمی مذهبی اطلاع حاصل بکنید، میرید از کتاب‌های معروفشون، از اساتید معروفشون، از بنیانگذاران این فکر و مذهب در مورد اونا مطالعه میکنید. نه اینکه برید سراغ مخالفین که هیچ وقت حرف راست و حقیقت رو اونطوری که باید بیان بکنن که نمی کنن. ما بارها گفتیم در این برنامه اگر شما میخواهید عقیده اهل سنت رو بدونید، برید به سراغ صحیح بخاری، صحیح مسلم که این دو کتاب صحیح ما بعد از قرآن کریم است و تفاسیر معروف اهل سنت هست، قرآن کریم هست. اما این که مثلا برید در پای شبکه‌ای بشینید که در اونجا بدگویی از اهل سنت میکنن و از اون طریق اهل سنت رو بشناسید، این فکر نمی کنم که با عقل و منطق جور در بیاد. و حتی ما در شبکه وصاله روشمون مثلا با بقیه شبکه ها فرق میکنه. در بیان حقیقت مذهب شیعیان رافضی میبینید که کلیپ های خودشون رو میاریم، صدای خودشون، و اکثر کلیپ ها فقط با آیات قرآن یا با دلایل عقلی پاسخ داده شده. این اولا. و اگرم که بخوایم در مورد مذاهبشون صحبت بکنیم، میریم به سراغ صحیح ترین کتابشون که مثلا در برنامه حجت بی حجت شما شاهد هستید که در این کتاب، در این برنامه ما از کتاب حصول کافی مطالب رو بیان میکنیم که بنابر شهادت علمای شیعه صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم است و حتی در مقدمش آوردن که این کتاب خدمت امام زمان عرضه شده و گفتن که الکافی کافٍ لشیعتنا. بله، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز، صدا شما داره پخش میشه. سلام علیکم آقای انصاری، خوبشون؟ سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. خیلی تشکر میکنم از برنامه‌تون. سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید. برادر بزرگوار آقای انصاری از عزت بلوچستان زنگ میزنم. بفرمایید. سلام بر شما و به همه عزیزان ما در بلوچستان. آقایی میخواستم صحبت میکنم که میگفت به شما میگفت شما وهابی هستید یا اهل سنت؟ وهابی مگه چه مذهبی؟ اهل سنت چیه؟ برادر گرامی برو یکمی تحقیق. درست. بزرگوار شما، قربان شما. تشکر. میخواستم بهش بگم دانشجویم به خدا به اتفاق همه نشستیم، برنامه‌های زیبای شما رو نگاه میکنیم، اهل سنتیم. اصلا این وهابیت که انگی به ما میزنن تو همه ایران به خدا قسم بلوچستان بیاید تو هر خونه ای که بگردی شبکه‌های شما رو، همه شبکه‌های توحید رو اصلا قربان قدم شما میرن. سلامت باشید برادر محترم. برو دروغای غزینو رو یکیشون رو جواب بده، بعدا بگو وهابیت و بعدا بگو فلان و از اینجا به اونجا بپر. اول برو خود تو احساس کن، بعدا بیا اینجا به من انگ وهابیت بزن. تشکر از شما. تشکر بیننده عزیز و گرامی از بلوچستان. الله متعال شما رو حفظ کنه. تشکر از شما. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوست دارم. آقای به خدا ترکوندی تو بلوچستان، تو همه ایران دیگه واقعیت همه میدونن. الحمدلله. دیگه اگه وهابیت بشه به ما زد. اصلا وهابیت یعنی چی؟ وهاب مگه اسم خداوند نیست؟ درست. وهاب مگه اسم خداوند؟ بله. آخه ما با اینا چیکار کنیم؟ پس یعنی ما وهابیت یعنی خدایی، ما خدایی هستیم، ما قبول داریم. اصلا وهابی یعنی خدایی، ما خدایی هستیم. ما افتخار میکنیم به همه وهابی هم به ما بگیم. ولی شما زورتون میاد تعصب مذهبی دارید، برو همون تعصبات رو اصلاح کن، برو دروغای آخوندار رو اصلاح کن، برو اول اونا رو اصلاح کن بعدا بیا اینجا. من دانشجو سرداردهی هستم، فامیلم هم سرداردهی. الله متعال حفظتون کنه. نمیدونم شاید اطلاعات ممالم کنه. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. خدایش به اتفاق همه مون اهل سنت این برنامه رو نگاه میکنیم، همه اهل سنت به این حرفای آقای عزیز ما انصاری، هاشمی، ترشابی، همه عزیزان رو نگاه کنن. یکی دیگه زنگ زد ساسان. بله. یکی زن ساسان میگه اسمش. هر شب زنگ زن شبکه مولازاده عزیز رو هر شب نگاه میکنم. یه شب میگه من به خدا اعتقاد ندارم، یه شب میگه من سنی ام، یه شب میگه من نمیدونم شیعه ام. آخرش معلوم شد آخونده، فکر کنم آخونده. الان تو شبکه کلام داشت زنگ زد
هر چه دیگه چه سر هم میکنه باز دوباره میره. برادر محترم مگه شما برجه ندارید یکیتون بیاد اینجا بگه واقعا موندن توی آخونده ما خودمون تو دانشگاه داریم میدونن همه حقیقت رو هم میدونن اصلا نمیتونن جلوی دانشجو صحبت کنن جلوی چند تا سوال من پرسیدم جواب ندادن نیست چی کار کنیم با اینا همهشون فقط یه وقت بیننده حالا یک ساعت ما پشت وقت بیننده رو تراس میکنه آقای انصاری خیلی خیلی تشکر از شما قربون شما تشکر از شما تشکر بیننده گرامی الله متعال ستون کنه خدا نگهدارتون تشکر از شما و از همه بینندگان عزیزمون در بلوچستان. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام حسن آقای انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی بفرمایید. حال شما خوبه آقای انصاری؟ سلامت باشید. خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری تشکر میکنم از این برنامه خوبتون. تشکر از شما زنده باشید. خیلی تشکر میکنم خود واقعا خیلی برنامه خوبی است. خیلی تشکر میکنم. خدا شما رو نگه داره ان شاءالله. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. شما رو به این دنیا و اون دنیا و آخرت شما رو زنده و تیار داشته باشه. سلامت باشید. تشکر شما رو همچنان. قربان شما همینو میخواستم چیز کنم. تشکر از این برنامه خوبتون. تشکر میکنم از برادر عزیزمون که از فکر کنم از هرات بودن لهجه شیرین هراتی صحبت میکردن. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری ما در یک هفته یک شب منتظر شما هستیم. بله. وقتی میان شما برنامه اینا میان وقتی تو میگیرن. آخر هست الان کسی هست عاقل باشد ندوند این مذهب رافضی گمراه هست. آقایان خواهش میکنم مراجع بزرگ بیان آقای انصاری یک صندلی بزرگ مثل این تلویزیون های برای آخونده این مراجع بیان بشینن حرفشن بزنن. یک ساعت کافیه برای اینکه یا ما شیعه بشیم یا اونا سنی بشن. دیگر این همه وراجی در تلویزیون ها و آقای انصاری داور کن ما بچه داریم همین اینا دیوانه هستن بیعقل هستن. یک کلیپ نشان داره اینا خودشان میزنن لخت کستن. گفت به مادرش مادر اینا چی هستن؟ گفت اینا زندانی هستن. چرا خودشان میزنن؟ میگفت گشنه هستن. ای خدا من یه چیزی پفک دارم میفرستم براشن. آخرین بچه 3 ساله هم میفهمه اینا بیعقل هستن. آقای شما میگی ناغم میگه ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله. خب آقای خامنه ای هم میگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. خب وقتی در شکم مادرش آمد بیرون چرا گفت یا علی؟ آخه خود شما همه این کلیپ ها رسواتان کرده بیان کوتاه بیان. چرا این همه کشتار در سوریه؟ چرا در عراق؟ الان عراق هم میخوان سوریه بکنید. آخه شما با امریکا هستی با اسرائیل هستی. آقای انصاری قسم به قرآن اینا همه ضد اسلام هستند. یعنی دیگه مشخص شده برامان برای همه کس. کافیه مرگ بر امریکا و مرگ بر نه شرقی. الان هم شرقی هستین و هم غربی و هم جنوبی و هم شمالی و هم امریکایی هم اسرائیلی و هم بوذی و هم کمونیستی. خدا حافظ. تشکر ابو اسما عزیز. تشکر بسیار زیاد. بینندگان عزیز کلیپ بعدی که خدمت شما عزیزان پخش میکنیم کلیپ شماره 507 است. دوستان عزیز کلیپ شماره 507 جهالت آخوند کاشانی به کتب امام محمد ابن عبدالوهاب. این کلیپ رو با هم میبینیم و انشالله خدمت شما عزیزان دوباره خواهیم بود. جهالت آخوند کاشانی به کتب امام محمد بن عبدالوهاب و افترا بر ایشان. در شبکه خبر تلویزیون ایران که برای نشر دروغ و تحریف واقعیت‌ها تأسیس شده است، یک آخوند به اصطلاح کارشناس و محقق به قصد متنفر ساختن مخاطبین از امام محمد ابن عبدالوهاب کتاب دررالسنیه را کتاب ایشان می‌خواند و فتوای دروغین را به ایشان نسبت می‌دهد.
در حالی که کتاب درر السنیه مجموعه ای از فتاوای علمای منطقه نجد است و کتاب محمد ابن عبدالوهاب نیست و علاوه بر این حتی فتوای دروغینی که این آخوند ذکر می کند نیز در این کتاب وجود ندارد. کتابی داره به اسم الدرر السنیه، این آقای محمد ابن عبدالوهاب، نامنگاری‌های او هست. علمای برجسته حنبلی، حنفی، کسانی که ساکن نجد و قطیف و احسان، همه سنی حتی، نامنگاری میکنه به اونها، میگه باید شما اعتراف کنید بت پرستید و معاد و قبول ندارید، اگر نه من شما رو اعدام میکنم. بینندگان گرامی، جای بسی تأسف است که در شبکه رسمی خبر جمهوری ولایت فقیه آخوندی بیسواد را دعوت می کنند تا اندیشه های اصلاحی محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را به چالش بکشد، در حالی که هنوز با تألیفات ایشان آشنایی ندارد و اسامی کتب وی را نمی داند. ما از این آخوند بیسواد و شبکه خبر جمهوری ولایت فقیه می خواهیم برای بینندگان ما ثابت کنند که امام محمد ابن عبدالوهاب چنین کتابی را به رشته تحریر درآورده است. معین کنند که این آقایان در کدام استبل درس خواندند. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. کلیپ بعدی کلیپ 506 هست که جهالت آخوند قزوینی رو به مذاهب اهل سنت نشون میده. این کلیپ با هم میبینیم، کلیپ کوتاهی هست، 2 دقیقه تقریبا. کلیپ 506 رو دوستان عزیزمون در اتاق فرمان زحمت بکشن و پخش بکنن. همینجا جا داره که از احمد آقای عزیز، از برادر عزیزمون که کارگردانی این برنامه رو به عهده دارن تشکر ویژه داشته باشیم، از همکارانشون برادر عزیزمون فرید، عبدالله و دیگر دوستانی که در اتاق فرمان زحمت میکشن، جوانان پرشور اهل سنت که الله متعال سعادت دنیا و آخرت رو نصیبشون بکنه. با هم میبینیم این کلیپ رو و دوباره خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. جهالت آخوند قزوینی به مذاهب. آخوند قزوینی میگوید اباضیه یکی از مذاهب اهل سنت است که در نشست مجمع فقهی مکه 8 مذهب را مذهب رسمی اعلام کردند. از این 8 مذهب 5 مذهب متعلق به اهل سنت بود، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، و اباضیه 5 مذهب متعلق به اهل سنت بود، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، و اباضیه 3 تا هم از مذاهب شیعه بود، شیعه امامی، شیعه زیدی، شیعه اسماعیلی. این آیت الله محقق نمی‌داند که مذهب اباضیه که منسوب به شخصی به نام عبدالله ابن اباض می باشد هیچ ارتباطی با اهل سنت ندارد، بلکه از جریان خوارج نشأت گرفته است و یکی از مذاهب فقهی خوارج به شمار می رود و تنها گروه باقی مانده آنهاست. این گروه در اصول اعتقاد و نیز احکام فقهی با اهل سنت مخالفند و همانند رافضیان بسیاری از صحابه را تکفیر می کنند. معین کنند که این آقایان در کدام استبل درس خواندند. بله، با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. ما منتظر این هستیم که این جواب رو بدن این آقایون که در کدوم استبل درس خوندن که
این ابجدیات مذاهب رو هم بلد نیستن. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام. سلامت باشید. الو. بله بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه بیننده گرامی. صدای من الان داره پخش میشه؟ بله بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. آقای انصاری از این برنامه‌تون خیلی خوشمون اومد، دست شما درد نکنه. خدا انشالله اجر این دنیا و آخرت رو به شما بده. آمین. به شما همچنین. خیلی از این برنامه‌تون خوشمون اومد، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. سلامت باشید. ما از بچه‌های استان گلستان هستیم، از گنبد کاووس باهاتون تماس میگیریم. سلامت باشید. از ترکمن صحرا. سلام به شما و به همه عزیزان ترکمن. برادر عزیز، ما هممون سنی هستیم، از بچه‌های ترکمنیم و به این سنی بودنمونم افتخار میکنیم. الله اکبر. که وهابی باشیم، چه حنفی باشیم، چه شافعی باشه، هیچ مشکلی نداریم با هم دیگه. اون عزیزانی که زنگ میزنن و میان اون عزیزانی که زنگ میزنن و تماس میگیرن، اول برن یکم اطلاعات از خودشون جمع‌آوری کنن از دور و برشون، بعد به شما زنگ بزنن. و ببخشید برادر گرامی. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. شما هم برادر گرامی، به اون آدمایی که نمیفهمن و هیچی هم یاد ندارن، هیچی بلد نیستن، زیاد به خودتون زور نزنین که بهشون یاد بدین. اونا نفهم به دنیا اومدن برادر گرامی. تقصیر من و شما هم نیست که تقصیر شما نیست که نمیتونین بهشون حالی کنین. نفهمن دیگه، چیکار کنین؟ ولی بازم شما هر چی باشه زحمت خودتون میکشین، تلاش میکنین که بهشون یه چیزی یاد بدین. و ما هم از شما تشکر میکنیم به خاطر برنامه قشنگتون. از بچه‌های گنبد کاووس ترکمن صحرا. سلامت باشید. خیلی ممنون و دوستتون داریم. سلامت باشید. الله متعال شما رو دوست بداره. تشکر برادر عزیز. خدا نگهدار. خیلی ممنون. خدا حافظ برادر گرامی. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی شما؟ سلامت باشید بیننده گرامی. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ جاسم هستم از بلوچستان. خوبی شما؟ سلامت باشید آقا جاسم عزیز، بفرمایید. میخواستم بگم این شبکه زلالت کی برنامه‌ای داره به نام نزاع شیعه، لطفاً جواب دندان شکن به اینا بدید. باشه چشم. ممنون، دست درد نکنه. خدا سلامت باشید. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم. سلام. سلام و رحمت الله. بفرمایید. سلام باشید. واقعا هم سری کرده داشتیم مثلا زنگ می‌زنیم. بفرمایید برادر عزیز، صدای شما داره پخش میشه. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من اسلام فاروق هستم، زنگ می‌زنم. بفرمایید آقا فاروق عزیز، بفرمایید. شما ادامه بدید کارتون، ما خوشحال میشیم. بله. انشالله خدا پشت و پناه شما باشه. سلامت باشید. ما شما را خیلی دوست داریم، مدتی هم نبودی. بی نهایت سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعال شما را حفظ کنه برادر عزیز. بی نهایت تشکر میکنیم از شما. زنده باشید. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بینندگان عزیزی که سلام و رحمت الله، بفرمایید لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. سلام علیکم. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. از مهاباد میزنم آقای انصاری. از مهاباد، بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری مدتی شما رو نمیدیدیم، خیلی ناراحت میشدیم آقای انصاری، دوباره که برگشتیم خدا وکیل خیلی خوشحالیم. سلامت باشید. الله متعال حفظ کنه شما و خوشحالی دنیا و آخرت نصیبتون کنه برادر عزیز. خواهش میکنم. ممنون آقای انصاری. به کوری چشم روافض برگشتید برای برملا ساختن دروغ‌های آقای قزوینی، واقعا خوشحالیم. الحمدلله. تشکر از شما برادر عزیز. خواهش. زنده باشید. خدا نگهدار. خیلی خندان شما رو اونجا میبینم، من اینجا دیگه خودم خندانم. سلامت باشید. شما دستتون در نکنید. زنده باشید برادر عزیز. سلامت باشید. خیلی دوستتون داریم. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. خواهش کنم آقای انصاری. خدا نگهدار. ممنونم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
بله سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی. استاد محترم، من منیر هستم، از هالند زنگ میزنم. برادر منیر از هالند. بفرمایید برادر عزیز. خوب است استاد محترم. سلامت باشید. الله متعال حفظتان کنه. استاد یک سوال داشتم، دولت افغانستان رو میتونیم جمهوری اسلامی بگوییم؟ بیادر نه جمهوری است نه اسلامی. بله، به خاطر مردم افغانستان از در وطن ما و شما از اول تا میال که از فیلم های هندی و سریال های هندی رو به مردم انداخته بره که نه مردم شبکه های شما را سعی بکنن، نه شبکه های اسلامی رو برشان اجازه میده که سعی کنن مصروف شان ساخته به ستاره های افغان و چیزایی که بخی از دین بخی دور شدن. بله. و معلومات آخونده ها هم نیستن، چون به خاطر با یک تجارت میکنن، میخواین که مالشان فروخته شد، میخواین که مردم باید هوشیار باشه که چیز باید بخرن. درست. باید بفهم که مثلا اگه ما از خارج میریم اونجا باید میگه که عطر اصل آوردی یا بدلش آوردی. درست. دیدم میفهمن، مگه باید دین هم بفهمی که دین اصل است یا بدل. درست کاملا. وقتی دندان درد میکنه نمیری پیش یک دانه مستری که بگی دندان ما درد میکنه، میری پیش یک دکتر دندان درد میکنه. کاملا. دیگه پیش مستری بری میگه والا وقت بزنس تجارت میگه بیا من میکشم به دندان تا اون هم خلاص من دندان از بین میبره. درست کاملا. یا خوندا من یه حالت سازی که شما مردم میخواین که از بین ببرن. دیگه به نام هر چیزی که مردم میخواین که به نام اسلام، به نام حضرت علی و نام حضرت فاطمه کلش چی میکنه، میخواین مردم از بین ببرن. ما با تو شار شویم که پیشکی بری باید. کاملا. کاملا. یا خداوند متعال از خاطر الله و رسول شما را دوست دارم. الله متعال شما را دوست دارم. شما را در جنت فردوس نصیب کنه با تمام علمای حق راه حق و مردم نشان میده. سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز. نگاه کنه ان شاء الله. زنده باشید. جنت فردوس نصیب کلتان کنه و همه مردم جهان را برای راست هدایت کنه. آمین آمین آمین. تشکر از شما. بعد خلاص بخیر ان شاء الله. آمین آمین. الله ما رو به کل دوستایتان برسونه ان شاء الله. علیکم السلام. زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حکایت جالبی است در کلیات سعدی. میگه مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار هم از آن چه در چشم چارپایان میمالید در چشم او مالید. میگن مردک کور شد، قضیه رو پیش داور بردن، پیش قاضی بردن. گفت اگر چارپا نبودی یا اگر خر نبودی پیش بیتار نرفتی. حکایت کسانی که امروز به خاطر فهم دین میرن پیش آخوند، به خاطر فهم دین میرن پیش علمایی که دین رو به دنیا فروختن، مثل همین حکایتی است که سعدی شیرازی رحمت الله علیه میگه. و این آخوند شما رو به جنت راهنمایی نمیکنه. در مورد برنامه ندای شیعه دوست عزیزمون که گفته بودن جواب بدید، باور کنید من اولین قسمت این برنامه‌شون رو همین تو لپتاپم هست کامل دیدم و قسمت دومش هم دیدم که قسمت اولشون زنده بود، قسمت دوم ضبط شده بود. چیزی پیدا نکردم تو این برنامه که ما جواب بدیم. خیلی مسخره بود، یعنی واقعا یعنی کل اون چند ساعتی که نشسته بودن در اولین قسمت کلیپ هایی رو مثلا از دکتر ملازاده آورده بودن پخش کرده بودن که ما ان شاء الله جواب اولمون به کلیپ هایی که از دکتر پخش کردن تو ولایت جواب دندان شکنی بود که خامنه ای رو ثابت کردیم از زبان خود آقایون شیعه، آخوندهای خودشون که در دوران کودکی و نوجوانی چه مشکلاتی داشتن. منتها اینا دوست دارن این چیزها رو، چون با همین مسائل زندگی کردن، تو حوزه و بزرگ شدن و ما این قول رو داده بودیم که اگر بار دیگه به این مسائل دامن بزنن کلیپ بعدی ما در مورد خمینی خواهد بود. دوستان عزیزمون این کلیپ خمینی رو زیر کار دارن و ما همینجا پیشا پیش از مقام عظمای ولایت، البته عظما به همون معنی که الله یاری میگه بزرگش کردن، معذرت میخوایم از دوستدارانشون، از حکومت ایران، از اطلاعات، از همه اینا که کشته مرده خمینی و خامنه ای هستن. ما رو مجبور کردن. ما بارها گفتیم که شما کاری نداشته باشید به اختلافات شبکه‌های اهل سنت، منتها ما رو مجبور کردن که انشالله به زودی کلیپ خمینی رو انشالله آماده بکنیم تا همونطوری که با واقعیت‌های زندگی خامنه‌ای آشنا شدید با زندگی خمینی هم آشنا بشید. میبخشید. اما در مورد پاسخ، مثلا در هم قسمت دوم خیلی برای من جالب بود. کلیپ رو از جناب استاد ترشابی آورده بودن که کسی در دنیا غیب نمیدونه غیر از الله سبحانه و تعالی. بعد کلیپ رو از آقای سجودی آورده بودن، استاد سجودی، که ایشون فرمودن که پیامبر صلی الله علیه و آله از امور غیبی مردم رو
آگاه میکرد. خب اینا میدونن، به خدا اینا رو میدونن که عقیده اهل سنت بر این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسط وحی با غیب آگاهی داشتن و الله سبحانه و تعالی ایشان را از امور غیبی آنچه متعلق به دعوت و امور مسلمین بود آگاه میکرد. اما خود پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص خودشون از علم شخصی خودشون از غیب آگاهی نداشتن، غیر از اون چیزی که الله سبحانه و تعالی بهشون از غیبیات خبر میداد و دلیل ما آیه قرآن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که قل، بگو ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولو كنت اعلم الغیب، اگر که من غیب میدانستم، لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء، کارهای نیک و خیر زیاد انجام میدادم و به من ضرر و زیان نمیرسید. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غیب میدانستن به احد نمیرفتن که اصحابشون به شهادت برسن. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم غیب میدانستن پیش پاشون اون چاله‌ای که در میدان احد بود میدیدن. خب کسی که غیب میدانه از این امور باید اطلاع داشته باشه. اگر غیب میدانستن متوجه میشن که یکی از مشرکین از پشت سر میخواد حمله کنه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و چهره مبارکشون رو زخمی بکنه. اگر امام حسین غیب میدانست و به کربلا نمیرفت که زن و بچهش اونجا به شهادت برسن با خودش. اما در مورد عموم انسانها و حتی انبیاء الهی هیچ کس غیب نمیدانه مگر انبیا که از طریق وحی الله سبحانه و تعالی اونا رو از امور غیبی آگاه میکنه. بعد این تا کلیپ رو پخش کردن که بله ببینید چقدر تناقضات هست در بین اهل سنت. شما رو به خدا، اونا میخوان ما مشغول این چیزا بشیم با این لقیط‌های قم و تهران که آوردن. همکاران خودشون بودن، پشت صحنه بودن، اینا رو حالا آوردن که بله اینا بیننده‌های ما، برنامه بیننده‌های ما رو جواب بدن. میبخشید ما کلیپ های دروغ های خودشون رو پخش کردیم از مراجعشون رو، چرا پاسخ نمیدن؟ من برای نمونه امشب میخوام یک کلیپی رو که تا هنوز دوستانمون آماده نکردن، من اینجا تو لپتاپم دارم، اینو نشونتون بدم، جوابی باشه برای این برادر عزیز و گرامی که گفتن به این برنامه اینا جواب بدید. اینا مراجعشون، علمایشون، آیت الله هایشون دروغ میگن. آقا اساس این مذهب بر پایه دروغ بنا نهاده شده که باید دروغ بگن و دین خودشون رو غالب بکنن بر مردم. البته بر کسانی که مقداری از جهل و نادانی بهره دارن اونا حرف اینا رو قبول میکنن. من فکر نمی کنم یک انسان عاقلی حرف اینا رو قبول بکنه. برای نمونه من این کلیپ رو که آیت الله طبسی یکی از علمای معروف است در ایران که ایشون کتابی داره به نام موسوعه الامام المهدی، یعنی در 6 جلد است فکر کنم. این کتاب کلن همه روایات شیعه و سنی رو در مورد حضرت مهدی جمع کرده در یک کتاب. کار بسیار بزرگی کرده و تنها کاری است که به این وزن و پیمانه به اصطلاح در طول تاریخ تشیع شده در مورد امام مهدی. البته مهدی ما اهل سنت با مهدی اونا فرق میکنه که در اولین برنامه ندایشیه در این مورد تلبیسی کرده بودن و که در وقت مناسب انشاءالله پاسخ خواهیم داد. ایشون میاد در یکی از برنامه‌ها میخواد ثابت بکنه ولادت حضرت مهدی رو از کتب اهل سنت که بله ایشون به دنیا آمده. و این آقا هم شخص عادی نیست. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر بتونن صدا و تصویر رو داشته باشن، این بله دوستان عزیز لطفاً صدا و تصویر این کلیپ رو اگر لطف بکنید نشون بدید که تا بشناسیم که ایشون کی هست. هست بله. مسئولیت گروه مهدویت با آیت الله طبسی هست بله. مسئولیت گروه مهدویت با آیت الله طبسی است. یعنی این شهادت مدیر شبکه ولایت هست که میگه مسئولیت گروه مهدویت با آیت الله طبسی است. اما این آیت الله طبسی ببینیم که چه دستگلی به آب میده. با هم این کلیپ رو میبینیم که در مورد
دروغ و تلبیس این آخوند هست در قضیه ولادت مهدی از کتب اهل سنت، چون دینی که پایه و اساسش بر دروغ بنا شده باشه دیگه بیشتر از این نمیتونید توقع داشته باشید. با همین کلیپ رو میبینیم. حسب تتبعی که ما داشتیم بیش از 60 نفر از علمای اصلی از علمای اهل سنت اعتراف دارند که آقا امام حسن عسکری فرزندی داشتند و در حیات امام عسکری این فرزند دنیا آمد. خب من اسم چند تا رو برم، ولی خب من اسم ببرم چه فایده داره؟ اینها وقتی که میان محصور و خلاصه میکنن علماشون را و کتابهاشون را در 2 تا کتاب بله یا در 1 کتاب، باقی هیچ هم میگه فقط ما بخاری را قبول داریم، ما مسلم مسلم شاید قبول نداشته باشه، بعضا ما بخاری را قبول داریم، یعنی در 1 کتاب ما خلاصه کنن. حالا ما خواسته باشیم براشون مدرک بیاریم، براشون اسم کتاب ببریم، نه همه رو زیر سوال میبرن. خب آقای ابن حجر خب ایشون گفت که بیش از 62 مصدر از مصادر اهل سنت ذکر کرده ولادت حضرت مهدی رو، همون مهدی که شیعه بهش اعتقاد داره. و طبعا وقتی که میاد کسی بخواد ذکر بکنه مهمترین مصادر رو ذکر میکنه. از بین این 62 مصدر ایشون میاد مهمترین مصدر رو که اشاره کرده به بنابر قول ایشون به ولادت امام زمان رو ذکر میکنه. با هم ببینیم این مصادر که چی میگن. بله ابن حجر مکی در صواعق المحرقه تصریح میکنه که امام عسکری فرزندی دارد، اسمش هم میبره، اسم فرزندش میبره و میفهمد که ایشون آتاه الله الحکمه در سن 5 سالگی. بله. باز آقای ذهبی در 3 تا از کتابهاش، در کتاب بر تاریخ الاسلام، در کتاب العبر و در کتاب بله سیر یادم میاد که تصریح میکنه که امام عسکری فرزندش بله فرزندی داشتن و اسم فرزندشون هم میبرد. من تا 1 سال حاضرم اینجا رو شب 1 ساعت بحث کنم و روایات رو مطرح کنم و حول و حوش روایت بحث کنم. تتبعی بله این بود ایشون که 4 مصدر از مصادر اهل سنت رو ذکر کرد که از بین 62 مصدر خیلی براشون مهم بود که این 4 مصدر رو بیان بکنه. بعد از آخرش هم گفت که من تا 1 سال حاضرم که اینجا بشینم و این مصادر رو ذکر بکنم. ایشون حاضره که تا 1 سال بشینه اونجا دروغ بگه. ما یکی از دوستان زنگ زدن به این شبکه و خواستن که این کتاب ها رو ایشون نشون بدن، بخونن متن روایاتی که در این کتاب ها ذکر شده که با هم این تماس رو هم اگر ببینیم بد نیست. بریم سراغ خدا نگهدار شما، بریم سراغ آقا محمد از لندن که فرمودن دقایقی هم پشت خط هستن و دیگه بزرگواری کردن، خودشون هم تماس گرفتن و دیگه اجازه ندادن دوستان ما محضرشون زنگ بزنند. عرض سلام و ادب و احترام. سلام، شب شما بخیر. وقت شما هم بخیر آقا محمد عزیز، بفرمایید. زنده باشید. من سوالی داشتم خدمت جناب حضرت آیت الله توسید. حدود 2 هفته قبل من بیننده برنامه ایشون بودم. ایشون فرمودن که بیش از 62 منبع از منابع اهل سنت تولد حضرت مهدی رو ذکر کردن و ایشون 4 مصدر رو ذکر کردن در اون برنامه. بله. فرمودن که ابن حجر مکی در صواعق المحرقه و ذهبی هم در العبر و تاریخ اسلام و سیر اعلام نبلا. بله. حالا من دوست دارم، شما اهل سنت هستید یا شیعه هستید؟ من سنی هستم. سنی هستید. خب شما دوست دارید منابع دیگر رو هم بدانید؟ نه خیر، من فقط همین 4 منبعی که ایشون ذکر فرمودن رو اگر لطف کنن بخونم نصش رو در رابطه با ولادت حضرت مهدی.
بله همین نفس سوائق المحرقه رو مال ابن حجر مکی و العبر و تاریخ اسلام و سیر اعلام نبلا از ذهبی، این 4 مصدر رو اگر لطف کنن همون نفسی که خب من حالا سعی میکنم که سرچ بکنم پیدا بکنم برای شما بخوانم، چون حضرت استاد الان سیستم در اختیارشون نیست و اون جلد از کتاب رو هم که این توش نوشته شده دنبال حضرت استاد نیست. اما من نکته کلی محضر شما عرض بکنم، این منابعی که حضرت استاد بهش اشاره کردند اینها منابعی هست که اشاره به ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داره و بسیاری از علمای اهل سنت هم این رو قبول دارن، حتی علمای حاضر که حضرت مهدی عجل الله تولد پیدا کردن و در غیبت هستند. اما اجازه بفرمایید ما سخنان حضرت استاد رو بشنویم. من اگر تونستم در این فاصله پیدا هم بکنم اون منبع رو هم که فرمودید اشاره میکنم. ببینید من در جلسات قبلم عین عبارت از خود کتاب رو نقل کردم. ابن حجر مکی وقتی که اسم امام حسن عسکری رو میبره بعد میگه که لم یخلف مگر یک، حسن عسکری فرزندی نداشت مگر یکی، بعد میگه اسمش محمده. میگه وقتی که امام عسکری رحلت کردن این محمدشون بود و خداوند عزوجل آتاه الحکمه صبیه، میگه در دورانی که کودک بود 5 ساله بود خداوند عزوجل به او حکمت داد. ما همین میگیم، مگه ما چی میگیم؟ ما میگیم که امام حسن عسکری فرزندی دارد به نام حضرت مهدی و هنگام رحلت و شهادت امام عسکری حضرت مهدی 5 سالشون بود. ما همین میگیم. باز آقای ذهبی در به اصطلاح سرچ کنید کلمه المنتظر، جلد 13 هم ظاهر باشد. بله. این درسته؟ جلد 13 سیر اعلام النبلا وقتی که اسم یک ائمه ما را میبرد تا میرسه به امام منتظر، میگه امام منتظر فرزند کیه؟ میگه فرزند حسن عسکری، امام حسن عسکری است. باز خود آقای ذهبی در عبر تاریخ بزن، تاریخ 260 تاریخ، چون عبر بر مبنای سنه است، سال 260 بزنید اونجا باز همین مطلب را میگه. باز در کتاب تاریخ الاسلامش باز 250 260 بزنید اونجا این مطلب را نقل میکن. منتها حرفی که آقایون میزنن این است، میگن این مهدی به اصطلاح مهدی منتظری که پیامبر اکرم خبر شده است این نیست. این بحث دیگره. شما میگی این نیست، ما میگیم این هست. ما میگیم روایات متعددی هست که فرزند امام حسن عسکری است و خودت هم داری میگی که امام حسن عسکری فرزندی داشت و وقتی شهادت امام حسن عسکری 5 سالشون بود. این چند تا مطلب را از چند تا کتاب حالا اون دفعه من نقل کردم و عبارتش هم آوردم. خواندید. حالا البته در کتب مختلف 62 منبع این مسئله آمده. من خواهش میکنم این دوست عزیز و بزرگوارمون، چون وقت ما هم 1 دقیقه به پایان وقت داریم، مراجعه کنن به این کتب. چشم، ما هم انشاءالله در جلسه بعد عبارات رو، حداقل چند عبارتی که در کتب اصلی شما هست رو محضر شما تقدیم خواهیم کرد و اگر باز هم شما سوال داشتید تماس بگیرید، ما در محضر شما هستیم و در رابطه با همون عبارات هم با هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید شما رو به خدای بزرگ و توانا بسپاریم. حضرت استاد فرصت ما تمام هست، اگر نکته آخری دارید بفرمایید. کتاب البیان اصلا ارائه میدم به ایشون. بله. این کتاب البیان. بله. البیان فی اخبار صاحب الزمان، نویسندش گنجی شافعی، متوفای 658. نگاه بکنه صفحه 148. من فقط تیتر برش میخونم: فی الدلال علی کون المهدی حیا باقیا مذ غیبتی الی الان. میگه تا تاریخ 658 امام زمان بوده است، هست و غائبم هست. مدائم که از اهل سنت است و شافعی است. و انشاءالله در جلسه بعد اگه زنده باشیم عبارات دیگرم نقل خواهم کرد. بسیار خوب، متشکرم. انشاءالله ما در جلسات آینده هم از بله بینندگان عزیز، بعد از این جلسه، بعد از این تماس 6 هفته است که ایشون غیبت کبرا رفتن.
یعنی فرار فرمودن، رفتن که این سند و مدارک رو بیارن. وقتی که رفته دیده که چه غلطی کرده و چه دروغ‌هایی گفته، حالا دیگه روش نمیشه که بیاد تو برنامه. و هر موقعی هم که بیاد تو برنامه ما این تحدی و چالش رو اعلان میکنیم از شبکه جهانی وصال حق. اگر واقعاً مردانگی دارید، شهامت دارید، به این دین و مذهبی که دارید تبلیغش رو میکنید اعتقاد دارید، اگر که شاگردان عبدالله ابن سبع یهودی نیستید، اگر دستور از یهودیت نمیگیرید، اگر برای براندازی اسلام و دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیامدید، این مصادر رو نشون بدید. این تحدی و چالش تا موقعی که شبکه ولایت هست، از مدیر شبکه، از کسی که کمک میکنه به شبکه، از خود آیت الله طبسی که گروه مهدویت رو اداره میکنه در این شبکه، ما این تحدی و چالش رو اعلان میکنیم و جلوی همه بینندگان عزیز و گرامی میگیم که آقایون بیایید و این مصادر رو نشون بدید. حالا در مورد این مصادر ما اگر خودمون میرفتیم مثلا این مصادر رو پیدا میکردیم از کتابایی که تو کتابخونه‌مون داشتیم، میگفتن که شاید اومدن تلبیس کردن یا به اصطلاح کتاب وهابیت است و مصادر وهابیت است. رفتیم تو سایت خودشون، تو سایت مؤسسه ولی عصر، همون بخشی که به اصطلاح تولد مهدی رو از کتب اهل سنت خواستن ثابت بکنن، به همون بخش رفتیم و همین مصادر رو در اونجا دیدیم و همون عکسای خود سایت ولیعصر رو آوردیم اینجا خدمت شما عزیزان نشون میدیم بدون کم و زیاد. ایشون اول ادعا کرده بود که این کتاب، این قضیه در صواعق المحرقه ذکر شده. در صواعق المحرقه من اولین صفحه شو نشون بدم که اینو از خود سایت ولیعصر گرفتیم. این صفحه 481 کتاب الصواعق المحرقه علی اهل الرفض والضلال والزندقه. در مورد این کتاب من یک کمی توضیح بدم. این کتاب رو ابن حجر مکی در رد روافض نوشته. ببینید خیانت علمای رافضی رو تا چه اندازه است. کتابی رو که بر علیه اونا نوشته، یعنی اعتقادات اونا رو تک تک آورده، با دلایل قرآنی و با احادیث و با عقل رد کرده. این اشاره که میکنه به صواعق المحرقه، اشاره به همین روایتی که ایشون آورده، گفته از جهالت‌ها و از حماقت‌های رافضه این است که ادعا میکنن اینجاست. این روایت رو میاره. اونا بله دوستان میگن که زوم بکنیم. بله این روایت هست. این از صواعق المحرقه علی اهل الرفض و الضلال و الزندقه صفحه 481. اینجا میگه که روایتی رو میارن که این مهدی که است در مدینه به دنیا آمده و اصل روایت اینجا ذکر میکنه. پنهانی به دنیا آمده در سال 255. این ادعاست. و من المجازفات والجهالات. من امیدوارم که بیننده عزیز این کلمات دیگه خیلی عادی، جهالات جمع جهل هست. از این حماقت ها و جهالت های رافضه این است که زعم بعضهم، اینا بعضیشون ادعا کردن که انه من اولاد الحسن، که این مهدی که ادعا میکنن از اولاد حسن است. اسم ابیه اسم ابی، که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته باشن که فرموده باشن که اسم پدرش اسم پدر من است. تا این روایت رو میاره تا این قسمت. اینجا که اینا یک وهم و توهمی دارن در ذکر روایات و هرچی که دلشون بخواد، به قول قزوینی از باد شکمشون هرچی دلشون بخواد روایات میکنن. و والقائلون من الرافضه بان الحجه هذا هو المهدی، و رافضه همچنین ادعا میکنن که این همون حجت مهدی منتظر است تا آخرش. و یقولون، و میگوین که لم یخلف ابوه غیره، پدرش غیر از این فرزند دیگری نداشت. و مات و عمره 5 سنین، و مرد پدرش موقعی که 5 ساله بود. آتاه الله فیها الحکمه کما آتاه یحیی علیه السلام. و این اشاره که ایشون میکرد که آتاه الله الحکمه آتاه الله الحکمه در 5 سالگی، اشاره به همین روایت بود در صواعق المحرقه که این آخوند تلبیس کرد. در صواعق المحرقه روایت دیگری هم
اینجا هست در صفحه 482 صفحه بعدش، که ما این صفحه بعدش هم خدمتتون نشون میدیم که در اینجا هیچ ذکری نیامده. در اینجا میگه که ادعا میکنن که در روز جمعه سال 292 فی سنت 96 و 200 هجری ایشون غیب شده و فلم یدرو عین ذهب، نمیدونن که حالا کجا رفته. و الشیعه ترى فیه انه منتظر و القائم المهدی، و شیعه ادعا میکنن که این منتظر و مهدی قائم بوده و الی آخری. همچنین در اینجا روایات جالبی رو دیگه ذکر میکنه که به اصطلاح عموی امین امام زمان که جعفر اسمش بود، اینو میگه شیعه بهش نسبت کذاب دادن به خاطری که ایشون ادعای میراث کرد از برادرش و گفت که برادرم فرزندی نداشته. این از کتاب صواعق المحرقه که در این کتاب مفصل این ادعا رو رد کرده. تشکر میکنم از دوستان عزیز در اتاق فرمان. میریم رو کتاب بعدی، کتاب العبر که ایشون ذکر کرد. 3 کتاب را از امام ذهبی ذکر کرد، گفت العبر، تاریخ اسلام و سیر. ما تک تک این کتاب ها رو خدمت شما عزیزان نشون میدیم. این کتاب العبر هست، دوستان عزیز اگر نشون بدن. تشکر میکنم. این کتاب العبر از امام ذهبی است. اینم صفحه‌ای که این علامت گذاری که شده ما نکردیم، این علامت گذاری رو خود سایت ولیعصر کرده، ما اینو از صفحه خودشون گرفتیم. در صفحه 381 در اینجا محمد ابن حسن العسکری بن علی الهادی، محمد دلجواد ابن علی ابن رضا ابن موسی تا میگه که اینا ادعا میکنن که این قائم منتظرشون که هست که رافضه، تلقبه الرافضه الخلف الحجه، که رافضه به اون میگن که الحجه، و تلقبه بالمهدی و بالمنتظر، و به اون میگن که مهدی و منتظر، و تلقبه به صاحب الزمان، به اون میگن صاحب الزمان، و هو خاتمه الاثنا عشر، و این امام 12مشون هست. اینجا خیلی جالبه، والله این صفحه رو ما از سایت خودشون گرفتیم، زیر همه این مطالب خط کشیدن. دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو، بعد از این زیرش خط نکشیدن. چرا؟ امام ذهبی رحمت الله علیه این روایت رو میاره در کتابش و میگه که و ضلال الرافضه ما علیه مزید، و گمراهی رافضه از این بیشتر نمیشه. دقت بفرمایید، امام ذهبی بعد اینکه روایت شیعه رو ذکر میکنه میگه که و گمراهی رافضه از این بیشتر نمیشه. من واقعا تشکر میکنم از کسانی که در سایت ولیعصر و شبکه ولایت اینا رو آماده گذاشتن. به خدا ما اگر می‌خواستیم این مطالب رو خودمون بریم اسکن کنیم پیدا بکنیم شاید 2-3 ساعتی وقتمون تلف میشد. ما در اون 2-3 ساعت رفتیم 2-3 تا دروغ از قزوینی گرفتیم و اینو آماده از سایت خودشون گرفتیم. فانهم یزعمون انه دخل السرداب الذي بسامراء فاختفى. میگه که این گمراهی رافضه از این بیشتر نمیشه که ادعا میکنن که این امام زمان در سرداب سامراء رفته و اونجا پنهان شده. الی الان، تا الان پنهانه. و کان عمره لما عدم 9 سنین او دونها. وقتی که این بلا به سرش اومد 9 ساله بود یا کمتر از اون. این از کتاب العبر که خدمت شما عزیزان بیان کردیم. اینا رو ما همه از سایت خودشون گرفتیم. اینم کتاب تاریخ الاسلام هست مال امام ذهبی، این اسکن شده در خود سایت ولیعصر و شبکه ولایت هست که اونجا اینو اسکن کردن. در کتاب تاریخ الاسلام که ایشون ذکر کرد اینجا هست. بله، در اینجا میگن که امام در اینجا میاد، امام ذهبی میگه الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی الرضا ابن موسی ابن جعفر الصادق، که این حسن حسکری رو سیرتش رو بیان میکنه. ابو محمد الحاشمی الحسینی احد الائمه الشیعه، که یکی از ائمه شیعه بود. الذين تدعي الشیعه اسمتهم، که شیعه ادعا میکنه که اونا اسمت دارن. و به خاطر و یقال له الحسن العسکری لکونه سکن سامرا، به خاطر اینکه حسن عسکری میگن که در سامرا بود. فانها یقال لها العسکر، که به این منطقه میگفتن العسکر. در اینجا میگه که و هو والد المنتظر الرافضه،
و این پدر همون مهدی است که رافضه منتظرش هستن. بعد میگه که توفی الی رضوان الله به سامرا، به بهشت الله سبحانه و تعالی رفت. امین حسن ابن علی، امام حسن عسکری، در 8 سامن ربیع الاول سنت 60 و له 29 سنه، در 29 سالگی، و دفن الی جانب والده و امه امتون. و همچنین مادرش یک کنیزی بود که در کنار پدر و مادرش دفن شد. و اما ابنه محمد ابن الحسن، اما پسرش که امین رافض، ببینید اینجا میگه که این مهدی منتظر رافضه است که پدرش حسن عسکری ادعا میکنن است. یدعوه الرافضه القائم، که رافضه ادعا میکنن که این قائم الخلف الحجه هست. فولد سنه 58 و ادعا میکنن که در سال 58 و یا در سال 56 به دنیا آمده. عاش بعد ابی سنتین ثم عدم، و بعد از پدرش 2 سال زندگی کرده و بعد از اون گم شده. ولم یعلم کیف مات، و معلوم نشد که چطور مرده، کجا رفته. و امه ام الولد، و مادرش هم کنیز بوده. اینم خیلی جالبه بدونید که ائمه شیعه که ادعا میکنن ائمه اونا هستن، همه مادرانشون کنیز بودن اکثرشون. عاش بعد ابی سنتین تا این و هم یدعون به بقای فی سرداب، اونا ادعا میکنن که این در سرداب بوده. تا و انه صاحب الزمان، که ادعا میکنن این صاحب الزمانه. و انه حی یعلم علم الاولین والاخرین، و میگن که او زنده است، علم اولین و آخرین رو میدونه. و یعترفون ان احدا لم یره ابدا، و اعتراف هم دارن که کسی تا الان حضور ندیده. این خیلی جالبه، زیر این خط نکشیدن. دوستان عزیز، این جمله پایانی امام ذهبی خیلی جالب است. فنسأل الله ان یثبت علینا عقولنا و ایماننا، ما از الله سبحانه و تعالی درخواست میکنیم که به ما عقل و ایمان ثابت عطا بکنه. این از کتاب تاریخ الاسلام امام ذهبی که آیت الله طبسی اینو ذکر کرد. ما العبر رو نشون دادیم، تاریخ اسلام. میریم رو کتاب سیر اعلام نبلا که در اونجا هم ادعا میکنه که در السیرم. اینا رو ما از خود سایت ولیعصر گرفتیم. این کتاب سیر اعلام نبلا است، امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی، در جلد 13 13. در اینجا هم همین روایت رو دوستان عزیز در اتاق فرمان نشون بدن. این در صفحه 120 هست. بله، در اینجا میگه محمد باقر ابن زین العابدین ابن علی ابن الحسین الشهید ابن الامام علی ابن ابی طالب علی ابی الحسینی خاتمه الاثنی عشر الذين تدعي الامامیه عصمتهم، اینایی که امامیه ادعا میکنن ولا عصمت الا النبی، در حالی که غیر از نبی کسی معصوم نیست. و محمد هذا هو الذي يزعمون انه الخلف الحجه، و این محمدی که ادعا میکنن پسر امام حسن عسکری است، همون خلف حجتی است که رافضه داره. و انه صاحب الزمان، و او صاحب الزمان است. و انه صاحب سرداب به سامرا، و این صاحب همون کسی است که در سرداب سامرا رفت در اونجا غیبش زد. و انه حی لا یموت، و او کسی زنده هست و نمرده. حتی یخرج فیملأ الارض عدلا و قسطا، و خارج میشه و زمین رو پر از عدل و داد میکنه. کمامل الظلم و جورا، مانند اینکه پر از ظلم و جور شده. بعد از اینکه پر از ظلم و جور بشه ظاهر میشه و خلاصه عدالت و قسط رو در زمین میاره. فودنا ذلك، میگه کاش این چنین بود. والله وهم فی انتظاره من 470 سنه، اینا در یک وهمی زندگی میکنن در انتظار این از 470 سال به این طرف. این در زمان امام ذهبی بوده. و من احالک علی غائب لم ینصفک، و کسی که تو رو به یک چیز غائب و پنهان حواله بده انصاف نکرده با تو. فکیف بمن احال علی مستحیل، فچطور است کسی که تو رو به کسی تحویل بده که اصلا یعنی وجودی نداره، امکان نداره که وجود داشته باشه. والانصاف عزیز، انصاف کار خوبیه. فنعوذ بالله من الجهل والهوى، به خدا پناه میبریم از جهالت و هوا و هوس. این از کتاب سیر اعلام نبلا که
خدمت شما عزیزان نشون دادیم. این 4 مصدری بود که جناب آیت الله طبسی اینو بیان فرمودن. من موندم که اینا بینندای خودشونو چه فکر کردن. با هم ببینیم که بینندای خودشونو چه فکر میکنن اینا. این کلیپ خیلی جالبه. دوستان عزیز اگر در اتاق فرمان این کلیپ رو نشون بدن. بله. این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هرچه شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن. برای شعور مردم احترام بگذارید. این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هرچه شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن. برای شعور مردم احترام بگذارید. این از نظر ایشون نسبت به بیننده هاشون که بیننده خودشون رو گوسفند فکر میکنن. در شروع این کلیپ هم گفتم که ایشون مدیریت گروه مهدویت رو در شبکه به عهده دارن. این کلیپ هم جالب است که همه اینا از زیر نظر آیت الله قزوینی گذشته و مورد تایید ایشون قرار گرفته. دوستان عزیز در اتاق فرمان صدا و تصویر رو داشته باشین. من بارها هم گفتم هر کدام از آقایان از این آدرس هایی که ما میدیم پیدا نکنه ثابت کنه ما خلاف گفتیم، ما گفتیم برای هر موردش 100,000 تومان جایزه میدیم. چون اینها رو غالب این آدرس ها رو من شخصا تا با چشم خودم ندیدم اعلام نمی کنم. بله. البته ما یکی از این کارشناسان همین شبکه های وهابی میگو بله بعضی ها هستن هی تون دارن آدرس میدن، مثل بلبل آدرس میدن. خب مردم که حوصله ندارن برن نگاه کنن اینها، خب آدرس بدن. خب معلوم نیست درست یا راسته. خب ما داریم تحدی میکنیم برادر، اگر واقعا مردانگی دارید، شجاعت دارید، شما بیاید آدرس بدید. شما یک کتاب بیارید اونجا باز کنید. دریغ از یک آدرس. بله برای شما عرض کنم این آقایان برای شما عرض کنم 1 ساعت مطالعه میکنن، 50 ساعت حرف میزنن. ولی بنده رسما بارها گفتم چه بسا برای 1 ساعت 1 ساعت نیم برنامه بعضی وقت 30 ساعت 40 ساعت، با این که من 27 سال کارم اینه و در این حوزه من میتونم ادعا کنم به حول قوه الهی تخصص دارم. 30 ساعت مطالعه میکنم، آدرس ها را دوباره چک میکنم یک دفعه اشتباه نشه. مثلا این آقا میگه هیچکس مراجعه نمیکنه. نه آقا جان، بارها شده دوستان مراجعه کردن. حتی همین چند پیش دیدم چند تا ایمیل داشتم فلان شما که این آدرس را صحیح بخاری چیز داشتید ما پیدا نکردیم. من عیناً هم حدیث را با جلد و صفحهش برای شما براش فرستادم. گفتم این هم در سایت مثلا سنی آنلاین در کجا این کتاب وجود داره. یا یکی از این دوستان اون روز میگفت که من یک جا برای شما عرض کنم، اینم بینندگان عزیز توجه کنن. من گفته بودم مال تاریخ دمشق بود، جلد 27 مثلا صفحه فلان، ایشون گفت جلد 72 بوده. چون ما غالب این فایل همون زرنگار بوده، با نرم افزار زرنگار تبدیل که میکنیم به ورد آفیس بعضا شماره ها جابجا میشه. ولی قطعا حالا شاید یک مورد 72 بشه برای شما عرض کنم 27، برای شما مثلا 23 بشه 32. اینها طبیعی کاره. یعنی شما حساب کنید در 4 ماه یک مورد آقایان پیدا کردن که 27 شده 72 شده 27. اینم خیلی با آبتا گفتم بود یا نبود؟ گفت نه بود، ولی این تعبیر برای صفحش هم درست بود. حالا بله بینندگان عزیز گرامی، میگه که اگر شرم و حیا نداری هر چی که دلت میخواد بگو. اما همین روایاتی رو که طبسی ذکر کرده، خب شاید کسی بیاد بگه خب این آقای قزوینی ایشون چک میکنن، آقای طبسی پیر شدن، یعنی دچار خرفت شدن و دچار امراضی که در پیری گرفتار میشن آخوندا بیشتر، شاید ایشون اشتباه کردن. اما همین سندها رو من خیلی سریع، چون نمیخوام که صدای ناس اینا زیاد پخش بشه تو شبکه، این رو نشون بدم. بله دوستان عزیز در اتاق فرمان لطفا نشون بدید. شما همینطوری حرف مفت آقا امام عسکری نه دختری داشته نه پسری داشته. عزیز من دیگه
زمان فریب دادن مردم سپری شد. برادر بزرگوارم عزیزم، احترام نکردن و مسخره کردن شعور مردم دیگه سپری شده. الان من گمان نمی کنم یک دانشجو و یک وهابی هم بخواد همینطوری بی مدرک همینطوری برایشون فله‌ای شما بیایید اونجا اوورت مطلب بیان کنید از شما بپذیره. جناب آقای دکتر سید سامر عمیدی در کتاب دفاع عن الکافی، موجود تو سایت های مختلف هم هست، جلد اول صفحه 568، نام بر ولادت در آورده باشیم. اینها رو برادر عزیزم بزرگوار چند بشه قضیه، بعد بیایید اونجا برای شما عرض کنم حرف بزنید میکنیم. بفرماد این دیگه آقای ذهبی هست، متوفای 748 هجریه. ایشون در رابطه با حضرت عسکری سلام الله علیه که مربوط به سال 256 هجری هست که در اونجا ولادت ها را بیان میکنه، میگه در سال 256 هجری محمد ابن الحسن العسکری به دنیا آمد که رافضه او را الخلف الحجه و مهدی و منتظر میدانند و پایان بخش ائمه 12 گانه کتاب العبر فی خبر من غبر جلد 2 صفحه 37. و همچنین آقای فخرالدین رازی که عبارتش رو نقل کردیم که ایشون صراحتا میگه 4 تا بچه داشته امام عسکری، 2 تا پسر و 2 تا دختر. آقای ابن حجر هیثمی از بزرگان علمای شافعی هست که ایشون میگه بعد از آقا امام عسکری یک فرزند بیشتر از او نماند، ولم یخلف غیر ولدی ابی القاسم محمد و عمره عند وفات ابیه 5 سنین. عمر حضرت مهدی هنگام وفات پدر بزرگوارشون 5 ساله بوده. بله، این البته طولانی هست، همه این مصادر رو که طبسی ذکر کرد ایشون هم میاد در اینجا ذکر میکنه و ادعا میکنه که بله این علمای اهل سنت همه در کتاباشون این مسائل رو ذکر کردن و این وهابیت هستن که اینو قبول ندارن و اینو میخوان که مردم رو فریب بدن. این هست واقعیت این مذهب، سران این مذهب که چطور میان مردم رو فریب میدن و دروغ میگن تا دین باطل خودشون رو برای عوام، برای کسانی که مطالعه نمی کنن یا از دین خبر ندارن غالب بکنن. تماس شما عزیزان رو میگیریم. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بفرمایید تا صدای گرم عزیزان شنونده رو خواهش میکنم. دوستانی که زنگ میزنن اولین صحبتشون در مورد این کلیپ هایی باشه که پخش کردیم از این آخوندا. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام انصاری، شبتون بخیر. شب شما بخیر. احمدم از دماوند. خوبی برادر من؟ سلامت باشید آقا احمد عزیز، بعد از ماها. آیا انصاری ما این کاراتون ما رو ممنوع تصویر که ببین ممنوع صدا کردید پیش آقای قزوینی. ما نه صدامون پیشون دیگه میرسه نه تصویرمون. یه لطف کنید یه برنامه دیگری هم گذاشتن که کارشناس هاشون خانمن، متاسفانه دروغایی میگن از آقای قزوینی و از پدر آقای قزوینی بالاتر. عجب. خب ما اینجا مشکل داریم که ما نمیتونیم که تصویر خانوما رو نشون بدیم. در روز پیش من برنامه‌شون رو ببینم یه دروغی به شهید بزرگوار نعمت الله توحیدی و راجع به تفسیر آیه من دون الله. یعنی دیگه هیچ راهی براشون نمونده بود، اومده بودن مندونی رو با دعوت، کلمه دعوت رو با مندونی یکی قرار داده بودن. عجب. خیلی جالب از اون برنامه هاشون، یعنی سوژه هایی داره باور کنه تمام شبکه ولایت سوژهشون بالاتره. سبحان الله. خب اونا میدونن که ما نمیتونیم زنده باشید. سلامت باشید احمد آقا عزیز، الله متعال حفظتون کنه. خیر پیش، خداحافظ. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. متاسفانه ما همین مردای اینا رو دروغاشون رو نشون میدیم دیگه. شما بسنجین تا آخر که دیگه وضعیت چطوریه، چون این مشکل هم هست که ما در شبکه نمیتونیم تصاویر خانوما رو نشون بدیم و
و به شبهات اونا پاسخ بدیم. بعد سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ سلامت باشید بیننده عزیز و گرامی، بفرمایید. سلامت باشید. من سعیدم از مشهد تماس میگیرم. اهل سنت هم هستم. بفرمایید. اومدم ایران. آقای انصاری سر یه کار میکردم، یه بنده خدا شیعه بود، بعد به هم گفت مرگ بر حضرت عمر. بله. متوجه شدین؟ گفت مرگ بر حضرت عمر. گفت شما اهل سنت کافر هستیم، شما دین شما مسلمون نیست. متوجه شدین؟ بعد من بهش گفتم اگه ما کافر هستیم چرا شما میریم به خانه خدا؟ چرا شما میریم به خانه خدا دست نماز میخونیم ولی به اینجا دستای شما باز نماز میخونیم؟ درست. بعد گفت بعد درباره این خیلی صحبت کرد، خیلی چی کرد. بعد بهش گفت که همین چی بعد از حضرت محمد حضرت علی قرآن شریف به دست حضرت علی تحویل داده بوده که حضرت علی به مسلمانان رسونده دیگه. من درباره از این نمیدونم، من خواستم از شما یه توضیحات برای ما بدین. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. خدا نگهدارتون. من فقط یک نکته مونده که سوالی باقی نمونه برای بینندگان عزیز و گرامی. این تصویر رو دوستان عزیز نشون بدن. این بعد از این تماسی که با توسی گرفته شد، ایشون یک کتابی رو برداشت از رو میز و گفت بله بگیرید این کتاب رو بخونید. این آقای گنجی شافعی سنی شافعی و این کتابی نوشته در این مورد. دوستان عزیز نشون بدن صدا تصویرشو. بله. البیان فی اخبار صاحب الزمان، نویسندش گنجی شافعی، متوفای 658. نگاه بکنه صفحه 148. بله. اون بیننده ازش میخواد که اون مصادیر رو که قبلا ذکر کرده پاسخ بده. میاد این کتاب رو نشون میده که بله این آقا گنجی شافعی است و خلاصه از اهل سنت و شافعیه. دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. کتاب الوافی بالوفیات در اینجا میگه الفخر الگنجی، محمد ابن یوسف ابن محمد ابن الفخر الگنجی نظیر دمشق، عنی بالحدیث و سمع و رحل و كان اماما محدثا لكنه كان يميل الى الرفض. برای خودش امامی بوده و حدیث روایت میکرده ولکن به رافضه‌گری میل داشته. جمع کتابا فی التشیع، کتابی در مورد تشیع جمع کرده. و داخل التتار فانتدب له من تأذى منه فبقر جنبه بالجعمه فی سنه 58 و وقتی که تاتار حمله کردن یکی از کسایی که باش دشمنی داشت شکمش رو پاره کرد و خلاصه به درک واصل شد. و له شعر یدل علی تشیعه، و شعری هم داره که دلالت میکنه بر اینکه این شخص شیعه بوده. اینم نمونه ای از شعرش آورده. اینم آقا خیلی هنر کرده و یک کتاب نشون داده گنجی شافعی که ما قبلا در یکی از برنامه انشاءالله اینو کلیپش رو پخش خواهیم کرد که ثابت کردیم که اینا عادتشون این بوده که علماشون یا بعضی از روافض میرفتن در مدارس اهل سنت، چه در مدارس شوافع یا حنابله یا احناف، در اونجا مدتی درس میخوندن، بعد یک اسم شافعی و حنفی و حنبلی هم کنار اسمشون اضافه میکردن، بعد کتابایی هم مینوشتن که به این وسیله فریب بدن مردم رو و این توهم رو ایجاد بکنن که بله این آقا که شافعی است دیگه، یکی از علمای خودتون هست، این حرف رو زده. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. بفرمایید. ببخشید آقای چه شبکه وصال حق؟ شبکه وصال حق صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی، بفرمایید صحبت کنید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید. من خیلی خواهش میکنم از بینندگان عزیز گرامی لطفاً موقعی که تماستون برقرار میشه صدای تلویزیونتون رو ببندید تا من مجبور نشم صدا رو قطع بکنم. بعد سلام علیکم بفرمایید. سلام و رحمت الله، بفرمایید. وصال حق بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه، لطفاً صدای گیرنده‌تون رو ببندید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید. خوب است انشالله. سلامت باشید. میخواستم بگم درباره آخوندهایی که کتاب اهل سنت رو پیشکش میارن، اینا کتاب ما رو قبول ندارن، چرا از کتاب خودشون نمیارن؟ تلبیس میکنن. یکی از روش که در مذهب اینا ثواب داره دروغ بستن، تهمت زدن، بهتان کردنه. بله بله. بعدش میخواستم بگم ما وهابی هستیم، درسته 100%، باید هم وهابی باشیم، چون وهابی شرک رو قبول نمیکنه به جز خدا، کسی دیگه رو قبول نمیکنه. ولی یک آقای بوده تو شبکه ولایت بردنش به اسم جنگیزه‌ای، اینو ما سنی اصلا مسلمان هم نمیدونیم. کسی که بیاد با دشمنان مادر مومنان حضرت عایشه رضی الله عنها با دشمنان دست برادری بده، این ما سنی نمیدونیم. ما کاملا همچی کسی رو تشکر. ما اهل سنت هستیم، ما حنفی هستیم، افتخار هم میکنیم. این آقا رو هم قبول نداریم. این آقا اومده گفته نعمت الله توحیدی توسل قبول داشته. ما 10 تا کلیپ هم آقای توحیدی پخش کردن برادران شبکه کلمه که بر ضد توسل و مشرکین حرف میزدن. درست. تشکر. میخواستم بگم که آقای دروگو مرد دیگه عرضه نداشتم. خداحافظ. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید، حالتون خوبه؟ سلامت باشید بیننده گرامی. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. دکه تاجیک شما روی خط هستید، صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، شب گذشته من بار اول زنگ میزنم. شب گذشته از برنامه سوال جواب شما بسیار حلاوت بودم و شما خواهش میکنم که 2 فرزند طالب علم دارم. در روحیه شما از شما خواهش میکنم که شما دعا کنید فرزندان. زنده باشید. الله متعال فرزندان شما رو حفظ بکنه و علمای دین قرار بده و سعادت دنیا و آخرت براشون نصیب بکنه. بخشید من غیر موضوع زنگ زدم. من بار اول این شبکه زنگ میزنم. سلامت باشید. تماشا میکنم. سلامت باشید. تشکر از شما. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به شما، به فرزندانتان و به همه برادران و خواهران موحدمون سعادت دنیا و آخرت و بهشت برین و امراهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. شبکه وصال حق، بفرمایید. شبکه وصال باطل یا حقه؟ بله بفرمایید. حرف دیگری برای گفتن دارید غیر از فحاشی؟ میگم شبکه وصال باطل یا حقه؟ اینو به ما بگید شما. الحمدلله وصال حقه. به کوری چشم دشمنان توحید، دشمنان اهل سنت، به کوری چشم آخوندهای رافضی، به کوری چشم شبکه ولایت و اهل بیت وصال حقه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم که تلفن بنده را قطع نکنید. من قطع میکنم. اگر ببینید من قطع میکنم، کسی اینجا امر نکنه برای من که صدای من را قطع بکنید یا قطع نکنید. آقا ابن مالک، من اینجا شبکه اهل سنت هست. ببینید یک لحظه ادب و احترام صحبت کردن رو مراعات بکنید. شما من 2 دقیقه بهتون وقت میدم. در 2 دقیقه هر صحبتی که دارید در مورد اثبات ولایت از قرآن کریم بیان بکنید، چون تقریبا 1 سال بیشتره که موضوع بحث ما با شما امینه. تا الان شما یک آیه صریح در قرآن کریم دال بر ولایت نیاوردید. بفرمایید. چشم. 2 دقیقه خودم صحبت میکنم، بعد قطع میکنم، از شما خداحافظی میکنم. بفرمایید. بله، شما فرمودی که هر جا در قرآن لفظ انفسنا و انفسکم آمده است منظور برادر دینی یا برادر قبیله‌ای است و این خلاف فرهنگ کلامی و معنایی واژه‌های قرآن است. نفس و مشتقات آنها در قرآن به چند معنا آمده: جنس، شخصیت، قبیله. قرآن در سوره انعام آیه 54 می‌فرماید کتب ربکم علی نفسه الرحمه. خدا
آیه سوره آل عمران آیه 30 میفرماید و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را حذر میداند و میترساند از نفسش. نفس به منظور شخصیت حقیقی و درونی انسان هم آمده. سوره قاف آیه 16 ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه. در سوره کهف آیه 128 سوره توبه را معنا میکند رسولی از نفس شما آمد، یعنی از جنس و نوع ظاهری و بدنی شما بشر آمد. قل انما انا بشر مثلکم. قرآن در سوره احزاب آیه 6 میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و این آیه را پیامبر برای برتری مولا علی در غدیر خم استدلال فرمود یا ایها الناس الست اولا بكل مؤمن من نفسه. قلنا بلا یا رسول الله نحن نشهد انك اولا بكل مؤمن من نفسه. قال بطنی كنت مولا فهذا علی مولا. کمز الامال جلد 13 صفحه 104. آقا من قطع میکنم اگر که شما رو آیات قرآن صحبت نکنید. رو آیات قرآن صحبت بکنید، از بس خارج نشید. من اینجا خزعبلات کافی و بهار الانوار شما رو پر دارم تو لپتاپم. خواهشاً از بحث خارج نشید و الا صداتون رو قطع میکنم. 20 ثانیه بیشتر وقت ندارید. جلال الدین ایجی در کتاب توضیح الدلالات. کسی که اینجا اون ادب و اخلاق مناظره رو مراعات نکنه من مجبورم صداش رو قطع بکنم. همه این آیاتی که شما ذکر کردید هیچ دلالتی بر اون موضوعی که من ذکر کردم نداشت. اونجا پیامبر میگه که انفسنا و انفسکم. وقتی گفت انفسنا آورد دخترش فاطمه رو، حسن و حسین رو، علی ابن ابی طالب رو. شما میگید که این آیه دلالت بر امامت میکنه. برادر عزیز، اگر که دلالت بر امامت بکنه پس فاطمه زهرا سلام الله علیها و رضی الله تعالی عنها هم باید امام میشد. پس شما شیعیان به فاطمه ظلم کردید که امامش نکردید. چرا به علی رو امامش کردید؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی انفسنا گفت ببین ضعیفترین افراد خانواده 2 تا طفل کودک خردسال شیرخوار با دختر جوانش فاطمه رضی الله تعالی عنها با علی ابن ابی طالب که در دامان پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگ شد، اینا رو برداشت با خودش برد. اگر میگید که اینا چون نفس پیامبر ذکر شدن اینا پس همون مقام پیامبر رو دارند، پس به من بگید که اون کسانی که در طرف مقابل بودن، یعنی انفسکم که ذکر شده، یعنی غیر از اون نصارایی که اومده بودن بزرگان دین مسیحیت، تعداد اشخاص دیگری هم همراه اونا بودن که کپی نفس اینا بودن؟ بر اساس برداشت شما یا نه این جزء آیت که انفسنا در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله فرق میکنه با معنی انفسکم که در مورد نصارای نجران ذکر شده؟ من صریح آیه قرآن برای شما آوردم که مشرکین رو پیامبر نفس پیامبر ذکر میکنه. در اینجا معنیش قوم تو، قبیله تو. درسته نفس معانی مختلفی داره، اما من منظورم اونجاست. شما چرا میپرید به این شاخه به اون شاخه، از این آیه به اون آیه؟ بیش از 1.5 ساله که شما زنگ میزنید میخواید که ولایت رو از قرآن ثابت بکنید. یا سبحان الله، یعنی چیزای پیش پا افتاده و اصلا بی ارزش رو در قرآن کریم ذکر میکنه الله سبحانه در زندگی ما که اصلا شاید که در طول عمر انسان 1 مرتبه اتفاق بیفته. حالا این مسئله ولایت به این مهمی که من هفته گذشته نشون دادم که مهمترین چیزی که کافی روایت میکنه که و ما نودی مثل ما نودی بالولایه، مثل ولایت به هیچ چیز دیگه الله سبحانه و تعالی میگه فرمان نداده بود. یک آیه سری شما در قرآن پیدا نمیکنید که بیاید این امامت رو ثابت بکنید. این چی به دردی میخوره این مذهب؟ ثانیاً اصول بحث با شما طبق اتفاقی شده بر این بود که شما از قرآن میایید ثابت میکنید. نرید رو این کتاب، ما کتابای شما رو نشون دادیم شما چطوری از مصادر اهل سنت دارید بیان میکنید. میرن از سایت قزوینی کپی پست میکنن، پرنت میکنن، جلوش میذاره میاد همینجا مثل بلبل برای ما میخونه. این روش صحیح نیست. به اون قولی که دادید پابند باشید. از آیات قرآن تا دلتون میخواد استدلال بکنید. من اینجا به شما وقت کافی میدم صحبت بکنید. بعد سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وصال حق بفرمایید. شما رو خطید، رو آنتنید، دارید صحبت میکنید. بفرمایید. خسته نباشید. آقای انصاری دیگه بله بفرمایید برادر عزیز. از حضور شما که من یک سوالی رو
پرسیدم به جواب نرسیدم از افراد دیگه. حالا انشالله که شما بتونید جواب منو بدید ممنون میشم. بفرمایید. در ارتباط با همه چیز که ما هر کاری که ما انجام میدیم یا باید سنت باشه یا باید در قرآن باشه وگرنه میشه بدعت. درسته؟ درسته. جریان سقیفه که یک عده‌ای دور هم نشستند و انتخاب خلیفه کردند، این رو بر اساس چه سنتی؟ چون در قرآن که انتخاب خلیفه نیومده، همونجور که خودتون فرمودید. آیا پیامبر همچین توصیه داشته بود که بعد از من امت بشینن و خلیفه انتخاب بکنن؟ که همچین روایتی هم ما نداریم. خود این فعل رو ما میتونیم بگیم یک نوع بدعته؟ نه، چرا بدعته؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید و امرهم شورا بینهم. سران مهاجرین و انصار اونجا جمع شده بودن، شورا کردن و انتخاب کردن سیدنا ابوبکر. بله، ببینید اونی که شما میفرمایید و امرهم شورا بینهم در تمام امورهای تجاری زندگی هستش. آیا انتخاب خلیفه مثل یعنی فقط یک چیزی بود که در ارتباط با شورا انجام بشه یا نه این به همه چیزا صدق میکنه؟ نه، امر خلافت امر شوراست. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه در این مورد صراحت دارن که قضیه خلافت قضیه شوراست و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بر اساس به اصطلاح اکثریت شورا تعیین شدن. دو تا مسئله اینجا اتفاق میفته. آیا در این شورا تمام کسانی که میخوان از این جلسه مثلا منفعت ببرن و خلیفه انتخاب بکنن، نه اینکه انتخاب بشن، بالاخره یک نفر رهبر میشه. بله. آیا تمام افراد باید حاضر باشن؟ مثلا سلمان، مقداد؟ نه، امکان نداره که همه حاضر باشن. امکان نداره که همه حاضر باشن. خب بعد کسانی که حاضر نباشن بازم باید تبعیت بکنن. یه مثال عرض میکنم من. بله. ما میخوایم یه مسافرتی بریم، هوا خرابه، میگن یه عده میگن با قطار، یه عده میگن با ماشین و بالاخره به نتیجه میرسیم با قطار میریم. اما در این جلسه کسانی تشریف ندارن. درست. و ممکن اونها با ماشین حرکت بکنن. آیا چون اونها در این جلسه نبودن که همچین چیزی نشنیدن بله. و خلاف بقیه عمل میکنن، آیا این خلاف عمل کردن در واقع با اونها مخالفت کردن یا نه اونها به روش خودشون عمل کردن؟ ببینید الله بله سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه میفرمایند که انما الشورى للمهاجرین والانصار. شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان في ذلك لله رضا. اگر که جمع شدن و بر یک شخصی به اصطلاح اتفاق رأی پیدا کردن، در این امر رضای الله سبحانه و تعالی است. پس سیدنا علی رضی الله تعالی عنه شورا رو در بین مهاجرین و انصار قرار دادن. خب برای تمام خلفا شورا انجام شد؟ نه، برای خلیفه اول؟ در مورد خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شورا اجرا شد. در مورد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بر اساس مشوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با سران مهاجرین و انصار ایشون به عنوان خلیفه تعیین شدند. و وقتی که اهل حل و عقد باشند نیازی به این نیست که نظر همه مردم گرفته بشه. خب یعنی مردمی که در این شورا هیچ دخالتی نداشتن، هیچ اظهار نظری نکردند، باید متبعیت بکنن و اگر تبعیت نکنن در واقع از دایره اسلام خارج میشن دیگه. درسته؟ نه خیر، خارج نمیشن. کسایی که تبعیت نکنن از دایره اسلام خارج نمیشن، منتها اونا عاصی و به اصطلاح خارج از جماعت مسلمان ها عمل کردن. ببینید سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد این پرسش شما خیلی جواب جالب میده. میگه که فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلك لله رضا. اگر که جمع شدن و مردی را به عنوان امام خودشون، امیر خودشون تعیین کردن، در این امر رضای الله سبحانه و تعالی است. فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعت. اگر کسی از این امر ایشان با بدعت یا با طعن وارد کردن در شخص خلیفه یا امیر خارج شد، ردوه الی ما خرج منه. اونو برمیگردونن به امر رشد، به اطاعت از امیر. فان ابا. اگر که این شخص
اومد مقابله کرد، اومد مخالفت کرد. قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین، با هم می جنگن به خاطر اینکه راه غیر از راه مؤمنین رو انتخاب کرده. و والله الله ما تولا. جناب آقای انصاری، جانب. اینی که شما فرمودید از بیانات امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلامه و بله. همونطور که می‌دونید وقتی صحبت از سنت میشه در ابتدا سنت خود رسول الله صلی الله علیه و ما وقتی که عزیز دلم، من آیه که گفتم دیگه قضیه سنت تمام میشه. ما در وقتی که آیه مطرح سنت کاری نداریم و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه این نامه رو به خاطر این خوندم که شما متوجه این بشید که ایشون به شورا. من فهمیدم اگر به استناد آیه هست برای خلیفه دوم، سوم، چهارم و تا ابد باید به این آیه استناد بشه. یعنی شما میفرمایید که اون آیه برای خلیفه اول درسته و در بقیه در واقع این خلفا میشینن یا سران میشینن با هم مشورت میکنن و در واقع این رو اجتهاد کردن. عزیزم شاید من نتونستم که به شما برسونم مطلب رو به شکل صحیح. انما الشورى للمهاجرین و الانصار که ذکر میکنه سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، منظور از سران مهاجرین و انصار هست، کسانی که اهل حل و عقد هستند. مثلا شما در ایران وقتی کسی میخواد رهبرتون رو تعیین بکنه، شما میرید تک تک مردم رو خونه خونه، هر پیرزن پیرمردی رو میپرسید که آقا ما خامنه‌ای رو میخوایم رهبر تعیین بکنیم، شما موافقید یا نه؟ نه، شما مجلس خبرگان رهبری دارید، این مجلس میاد چطور جنگ نمی کنن؟ شما روز صبح تا شب داد میزنید مرگ بر ضد ولایت فقیه. کسی که ولایت فقیه خامنه‌ای رو قبول نداره اعدامش میکنید. در سال 68 در زندان‌ها صدها نفر رو اعدام کردید، تا الان هم دارید اعدام میکنید، هر روزم شعار میدید مرگ بر ضد ولایت فقیه. آقای انصاری عزیز، شما داعیه مذاکره صلح‌آمیز هستید و خواهش میکنم که از مسیر خارج نشید. شما دارید از مسیر خارج میشید. من مطلبی که بیان کردم در توضیح همون آیه‌ای بود که خدمت شما عرض کردم. شما 1 دقیقه وقت دارید، مطلبی که دارید بفرمایید، من بعد تماس شما را قطع میکنم، ان شاءالله خودم صحبت میکنم. بازم من از همین که به من فرصت دادید من سپاسگزارم و ازتون خواهش میکنم وقتی که ما صحبت میکنیم ما به مسائل سیاسی و حکومتی کاری نداریم. ما آنچه که در قرآن ما کار داریم عزیزم، ما کار داریم. دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست. خب چون شما داره، ولی خب من پاسخگوی مسائل سیاسی شما شاید نباشم. پس بعد دین شما ناقص است، چون اسلام ببینید این به اصطلاح کسایی که دشمنان اسلام هستن امروز در بعضی از کشورهای اسلامی که قضیه جدای دین از سیاست رو مطرح میکنن، اینا در حقیقت از بین بردن، هدفشون از بین بردن اسلام است. اسلام دین و سیاسته. این مهم اینه، من از سیاست سردر نمیارم. خب این مشکل شماست. این نمیشه سیاست ایراد داره که من ضعیف هستم. درست. بازم من از شما ممنونم که پاسخ من دادید. التماس دعا دارم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. وقت علکی میگیرن در واقع توجیه کارشون همینه، میان شای فراغنی میکنن، وقت بینندگان میگیرن. برادر بزرگوار با توجه به کلیپ‌های زیبایی که نشون دادیم ما اصلا نمیدونیم دروغ‌های کدوم یکی رو بیان کنیم. این آخوند توجی رو بیان کنیم، غزینی رو بیان کنیم، موندیم در ما داخل این دروغ‌ها چکار کنیم. این طبقه کنجی شافعی میگه کنجی شافعی نمیدونم اهل سنت هست، ذهبی آمده اینجا اعلام کرده که آقا این کنجی شافعی شیعه هست. مثلا اگه اهل سنت میبودن، بزرگان اهل سنت این تولد قبول میداشتن، اتفاقا اهل سنت خیلی به عقایدشون پایبندن. هیچ نیازی نیست که با اینا میامده کلکل میکردن، خودشون قبول میکردن. درست کاملا. برادر بزرگوار غزینی دروغو هر روز میاد دروغ میگه، برای علیه محدثات ما توهین میکنه، تشرک ضلالت. جرأت نداره بیاد اینجا کلیپاش جواب بده، دروغاش جواب بده. من در این رابطه یه نوشته‌ای دارم، در این غزینی میخوام بخونه. خیلی کوتاه چون دقایق پایانی برنامه است، بفرمایید. غزینی میخوام بهت بگم دکتر افته دیر مرد همه حرفای زر خزاولات مفته، حرفات نه الله نه قرآن نه
پیامبر گفته ناغلا میگه امام غایب بنانی گفته. بگم دیگه دروغات خریدار نداره. هر کی مسلمانه از تو غالی خیلی بیزاره. تو گرفتی خوی با فساد و فسق و حوزه، برای همین کارت شده مکر و شعبه. با رسانه حال به همزن کپک زده، بیچاره میبینمت حالت خیلی بده. توی فاضلاب تاریخ کردی غسل ارتماسی، از مناظره با شبکه‌های توحیدی چرا در حراسی؟ دین ما متاع هرزگویی تو نیست، خاک وطن عرصه درنده خویی تو نیست. حرف من به مشرک اطلاعاتی دندان شکنه، نگران نباش حالی خدا پشتیبان منه. با تشکر از تمامی دستاندرکاران وسال حق، تشکر که نشان دهنده راه حق هستید. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. میبخشید من دستم به دکمه تلفن خورد. تشکر میکنم از برادر عزیز و گرامی، میخواستن حرفی بزنن صداشون قطع شد. و تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که اظهار لطف دارید در مورد شبکه و برنامه‌های ما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. لطفا صدای تلویزیونتون رو ببندید بیننده گرامی. بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوب آیانساری؟ سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. آیانساری دو تا سوال داشتیم در خدمتتون. سوالات شرعی رو روز دوشنبه از برنامه پرسش و پاسخ بپرسید بیننده گرامی. من در همین رابطه هستم. بفرمایید، در رابطه موضوع برنامه باشه بفرمایید. آیانساری مثلا کل شبکه‌های توحیدی که هست، بله لطف کنید صدای تلویزیونتون رو ببندید. صدای تلویزیونتون نبستید بیننده گرامی. من معذرت میخوام از دوستانی که مجبور میشم تماسشون رو قطع بکنم. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید تا اشکال ایجاد نشه در صحبت با شما عزیزان. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. شبکه وصال حق بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. آقای انزاده بفرمایید بیننده گرامی، صحبت کنید. این آقایانی که پشت میدن برنامه میدن چی میبرن اینا اینقدر ازتان تو تلویزیون زنگ میدن اینا پشت میدن اینجا؟ والا اینا اجر و ثواب میبرن. در مذهبشون اینه که اگر شما به مخالفینتون فحش بدید، تهمت بزنید، دروغ ببندید، اجر و پاداش این قربتاً الله دارن این کارو انجام میدن. در تنها مذهبی که در دنیا فحش دادن و توهین کردن و غیبت کردن و دروغ گفتن درش جایز هست، بلکه ثواب داره، جزء عبادات محسوب میشه، مذهب رافضه است. واقعا اصلا داره من نگاه میکنم اصلا داره همچون آدم داره آب میشم همینجا داره جواب اینا رو شما میدین. دومم کمی سوالایی کمی آخوندهایی که اینا رو پخش میکنن دروغای از اینا رو من اینقدر خدای اصلا دیگه یه ذره اینا رو اگر چستر کنه اصلا تو شبکه نگاه میکنم اینقدر اینا رو یه موقع دروغا چیز میکنیم و واقعا دیگه اصلا خودشان خجالت نمیکشن از این دروغای از نوای اثری. درست. تشکر از شما بیننده گرامی، زنده باشید. خوشحال شدم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. بله بفرمایید. سلامت باشید. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. تشکر از شما برادر عزیز. علما میرسانن پیامبران هم که ما را به خدا میرسانن و ما از شما خیلی تشکر میکنیم که شما ما را به خدا میرسونید. سلامت باشید. سلامت باشید. انشالله که این چنین باشه. سلامت باشید. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شبکه وسایل حق. شبکه وسایل حق، صدا شما داره پخش میشه. بفرمایید بیننده گرامی. من می‌خواستم در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. بفرمایید، خیلی مختصر چون 2 دقیقه به پایان برنامه مونده. من تعجب میکنم بخصوص از آقای انصاری استاد محترم و از این آقایونی که بخصوص زنگ میزنن. آقای انصاری استاد میبینه که این آقایون دقیقاً وقت رو ضایع میکنن، بازم بهشون وقت میدی شما استاد محترم، ما را که اذیت میکنی. باز اون آقایونی که زنگ میزنن برایشون ثابت هست، این همه شما کلیپ نشون میدی، این همه دروغ‌های اون آقایون رو ثابت میکنی برایشون، دیگه چه نیازی هست که زنگ بزنن که باز میپرسند از شما که برای چی حضرت ابوبکر مثلا انتخاب شد، برای چی صحابه اومدن حضرت عمر انتخاب کردن. خب از خودشون بپرسید. ما اومدیم اونا رو و بر اساس آیات قرآن صراحتا اعلام شده اونا رو قبول داریم. خداوند وقتی گفته که اینها بهترین انسان هستن ما اونا رو قبول داشتیم و قبول داریم. دیگه از ما نپرسید که آقا این برای چه انتخاب شد، اون برای چه انتخاب شد درست. یا مثلا برای چه علی انتخاب نشد، برای چه یکی دیگه. اگر شما میخواهید وقت رو ضایع بکنید، علی که وقت رو ببرید، بخصوص این آقای ابو مالک که این هی زنگ میزنه، این وقت رو ضایع میکنه، از شما خواهشی دارم که این دیگه برایتون ثابت شده که علی وقت رو میبره مردم رو، علی که اذیت میکنه، دستتون درد نکنه. من خیلی خیلی خوشحال هستم از اینکه برای این آقایون ثابت میکنه، ولی خب چیزی که پول هست که ثابت شدن هم برایش نداره. خیلی متشکرم. تشکر از شما. زنده باشید، خدا نگهدارتون. آخرین تماس برنامه برای سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، شما آخرین بیننده این برنامه هستید که صداتون رو انشالله امیدواریم که بشنویم. سلامت باشید. خیلی مختصر بفرمایید، پایان برنامه است. سلام آقای انصاری، شما خوبه؟ سلامت باشید. تشکر از شما. من جننده شما افغانی از کرمان به ایران زنگ میزنم. خیلی اول مرا تماس میگیرم با شما. شما خوبه؟ سلامت باشید، زنده باشید. سلام به شما و به همه افغان‌های غیور و شجاع. بفرمایید. سلامت باشید. خیلی دلانی خواست با شما صحبت کنم. حال شما خوبه دیگه؟ سلامت باشید. تشکر از شما برادر عزیز و گرامی. من خیلی عذر میخوام، کلا وقت برنامه به پایان رسیده. تشکر. سلامت باشید. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که پشت خط موندید، نتونستیم صدای گرم شما رو بشنویم. من تا 10-15 دقیقه بعد از برنامه در خدمت عزیزانی که تماس میگیرن هستم در استودیو. همه شما را به الله متعال میسپاریم تا هفته آینده که باز هم با آن روی سکه، آن روی مذهب باطل رافضه با شما عزیزان همراه خواهیم بود. همه شما را به پروردگار متعال میسپارم. الله سبحانه و تعالی به ما و به شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و محبت صحابه و اهل بیت و بندگان صالح الله سبحانه و تعالی را نصیب بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.